به نام یگانه پیوند دهنده دوستان و یاران و خوبان و درود آفرین نثار یکایک شما عزیزان و نازآفرینان که در روشنایی روز با دلارایی دلفروز، جلای جالب و جلوه جاذب، سلام و درود محضر شما گرامیان. تا چند دقیقه دیگر انشاءالله جلسه ما را شروع میکنیم. ساعت 8:05 جلسه انشاءالله شروع خواهد شد. منتظر حضور عزیزان دیگر هم خواهیم ماند. تشکر.
به نام آن علیمی که خود روشنایی بخش محفل جویندگان دانش و پویندگان بینش است و یاد سبزترین لحظات شگفتن. سپاس و ستایش زیبنده ذات حقدس و مقدسی است که اشرف مخلوقات را به زیور خرد و اندیشه بیاراست و دانش و قلم را به او ارزانی داشت تا با بهره‌گیری از این نعمت بی‌بدیل و در پناه گرانبهای سلامت مایه معاش و امتعاش وی گردد. با تقدیم سلام و درود و اکرام از حضرت پروردگار عالم نثار شما صاحبان کمال، این جانب سما فهیم عرض خیر مقدم و شادباش دارم محضر ارزشمند یک شما عزیزان. محصلین گرانقدر، اساتید بزرگوار و همه علاقمندان و ارادتمندان و مجموعه همکاران محترم و مقوله عظیم و بزرگ مجتمع آزاد افغانستان و همچنان عرض خجسته باد دارم محضر گرانقدر جناب آقای دکتر حامدالله افغان، مؤسس محترم پوهنتون آزاد افغانستان. تقدیر و تشکر می نمایم از همه عزیزان و بزرگوارانی که با گام‌های باصفا و اشتراک خالصانه خود جلسه ما را به انوار فیض حضورتان منور و به زیور اندیشه‌های تابناکتان مزین گشته است. در این قسمت از برنامه از جناب قاری صاحب بزرگوار حضرت الله واعظ خواهشمندم تا با کلام الله شریف برنامه ما را منور سازند. قاری صاحب بزرگوار حضرت الله واعظ، مایکتان را آن کنین. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید که مایک ما بسته بود و باز نمیشد، از خاطر تاخیر شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاس بیکران از جناب استاد بزرگوار حضرت الله واعظ که جلسه ما را با کلام الله شریف منور ساختند. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. در این قسمت از برنامه از محضر گرانقدر جناب آقای دکتر حامدالله افغان، مؤسس محترم پانتون آزاد افغانستان، می‌خواهم که جلسه امشبمان را با سخنان نابشان زیباتر سازند. یک جهان تشکر بانو فهیم از شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا را شکر که باز هم در یکی از مجالسی که پر از نور و درباره روشنایی و دوری از تاریکی را خدمت میکنیم حاضر شدیم. در آغاز از مجلس به پیل که باید از همکاران خویش تشکری نمایم. واقعا زحمات زیاد کشیدیم که چنین مجالس را ما دایر میکنیم و او په عین حال کې ځینې دوستان ماته میسجونه پرېږدي وایي چې دوی نشي کولی جلسه کې جوین شي. دغه یو تاسو وګورئ چې څه مشکل لري، ځکه ماته زښته زیات میسجونه را روان دي. هغه یو دفعه تاسو در سره وګورئ او موږ به ورو ورو خپل جلسه پیل کړو.
تر ټولو څخه لومړی ما ځینې صوتی پیغامونه هم تاسو ته په گروپ کې پریښي ول. پیام‌های صوتی را هم در گروپ گذاشته بودم که زیادتری از محصلین یا نوجوانان ما شما امروز زیاد خوشحال می باشد که یک ورق زیر نام سرتیفیکیت به دست بیاورد. مگر ارمان ما به گونه مجتمع پنتون آزاد افغانستان یا به گونه پنتون آزاد افغانستان این است که هموطنان ما یک چیز را یاد بگیرد، چرا که همه ما اینجا به خاطر رضای خداوند کار میکنیم و رضای خداوند در دادن یک ورق خالی زیر نام سرتیفیکیت نیست. او باز چل می شود، فریب می شود و خداوند ما را از آن دور نگه دارد. در این جای شکی نیست که مجتمع پنتون آزاد افغانستان یکی از بزرگترین مجتمع ها، یکی نیم ما فکر میکنیم که انشالله یک تاز هستیم به سطح افغانستان با بیش از 400,000 محصل وصل هستیم. یکی از فعالیت های فوق العاده ما همین کورس های خودآموز است. مونږ تقریبا لزګونه زره وړیا نړیوالو خودآموزو کورسونو ته لاسرسی لرو چې دغه خودآموزه کورسونه او د دو سرتیفیکیټونه هم نړیوال دي او هر څه وړیا دي. همین کورس های خودآموز با سرتیفیکیت هایش همه چیز رایگان است و امروز جلسه ما در کل دو موضوع را در بر میگیرد. یک، ما کی هستیم. من فکر میکنم زیادتر دوستا که اینجا با ما جوین شده شاید بار اولش باشه که با ما در مجالس جوین میشه و از این خاطر مهم است که این معلومات را ما با شما شریک بسازیم. از دوستان از همکاران خود میخوایم که همون پاورپوینت اسلاید را به ورق بزند. و دوم، همین کورس های خودآموز چی است، چگونه شما میتونید داخله بگیرین و چگونه دروس را پیش برده میتونین و چگونه سرتیفیکیت را به دست آورده میتونین. همه چیزا رو ان شاء الله براتون صحبت میکنیم. میایم درباره مجتمع پنتون آزاد افغانستان. اول درباره خودم، البته تصویر مرا شما میبینین با دکتر صاحب محترم فریبا علومی. دکتر صاحب محترم فریبا علومی از یکی از کوفاندرای مجتمع پنتون آزاد افغانستان یا پنتون آزاد افغانستان است. ایشان در استرالیا استاد پنتون هستند و خود من دکتر حامدالله افغان در بخش انجینری لیسانسی خود را از مالزیا، ماستری خود را از جرمنی و دکترای خود را از هلند به دست آوردیم. از 2.5 سال بعد این طرف ما اصلا می‌خواستیم 2.5 سال قبل وقتی که حکومت جدید سر کار آمد ما می‌خواستیم یک پنتون مردمی را که 100% رایگان باشد و حضور فیزیکی داشته باشد با پای خود استاد کنیم. مگر ما می‌فهمیم که مشکلات زیادی است و این پنتون آزاد است و پرانیسته پنتون ده. اوپن یونیورسیتیز یا پرانیسته پنتون یا پنتون آزاد با پنتون‌های آنلاین بسیار فرق دارد. پنتون آنلاین 100% آنلاین می باشد، اگر 100% آنلاین وی. مگر پرانیست پنتون چی وی اگه حضور فیزیکی لري، اگر هم آنلاین وی او هم مخامخ زده کړي وی. و پنتون آنلاین به افغانستان اگرچه حال دیگه کدام راهی موجود نیست، مگر از نقطه نظر ما و از هر یک شما افغانان ما شما مشکلات زیاد دارد. در هر 1000 فامیل شاید 4 یا 5 فامیل بتواند که به اولاد خود کامپیوتر و اینترنت و برق را مهیا کند. از این خاطر همین دروس آنلاین یا پنتون‌های آنلاین تا اندازه زیاد در افغانستان نتیجه نمی‌دهد، چرا که بی برقی، بی اینترنتی، مشکلات اقتصادی و مشکلات میمانداری و این همه چیزاست که یک شاگرد بسیار به سختی دروس آنلاین را پیش برده میتونه. مگر در حال حاضر دیگه کدام راهی نمانده. دیگه باز در کل هدف این است که پنتون آزاد باید حضور فیزیکی داشته باشد و هم دروس آنلاین خود را پیش ببرد. خب طرح پنتون ما تقریبا همان 2.5 سال قبل با تحصیلات عالی در تماس بودیم، حال هم در تماس هستیم و برای ما گفته شده که ما منتظر باشیم، چون که ما در آغاز سخنان خود گفتیم چې مونږ یو ولسی پنتون یا مردمی پنتون او دا به دولس پرمټ باندې پرمخسینه دي. هم دې لخاطر د دولس د راټولولو لپاره مونږ غوښتل چې خپل فعالیتونه د افغانستان د پرانیست پنتون د ټولنې تر نامه لاندې کوم چې د افغانستان د عدلیې وزارت سره دلته په جرمني کې راجستر ده، موږ خپل فعالیتونه پیل کړ تر څو ولس خو په ځان راټول کوو وګورو چې ځکه چې ولس نوي دا خو کومه خاصه بودجه نه راځي، ما بودجه خاصی نداریم، همین ما و یک شما هستیم به یک دیگه خود دست میدهیم و الحمدلله فعالیت‌های فوق‌العاده داریم. یکی از فعالیت‌های ما در بخش کورس‌های خودآموز است. قبل از اینکه به کورس‌های خودآموز بریم باید درباره مجتمع پنتون آزاد افغانستان هم بعضی از سخنان را بگویم و این مهم است، چرا که با ما شما آشنا شوید، با شما میتونیم که از خدمات ما مستفید شویم که یکی از خدمات ما همین کورس‌های خودآموز است. په ټوله کې د افغانستان پرانیست پنتون د ټولنې مونږ د ای کمپس یا الکترونیک کمپس ما به یک جای یونیورسیتی گفته میشد یا جایی که مردم آنجا میتونن که درس را بخوانند. ما یک
کمپس الکترونیکی یا آنلاین را به وجود آوردیم و در این کمپس ما خدمات بسیار ویژه‌ای را داریم. یکی از خدمات‌های ما همین کورس‌های خودآموز است که ما الحمدلله به سطح افغانستان اولین مجتمعی بودیم که نه تنها ما که دروس آنلاین و دروس خودآموز را در افغانستان به معرفت گرفتیم، بلکه به شاگردان کمک کردیم که آنها در همین دروس داخله بگیرد و دروس را پیش ببرد و نتایج خود را به دست بیاورد. و شاید شما ثبوت‌هایشان هم در گروه‌های خود دیده باشین که یکی از ویدیوی محصلین خود را با شما شریک کرده بودیم که الحمدلله 17-18 کورس‌ها را به پایان رسانده بود و همان تقدیرنامه‌ها را به دست آورده بود و بسیار خوشحال بود. در پالوی ازی دا چې موږ زیاتره محصلین د دې مشکل لري چې دوی نشي کولای په آنلاین زده کړو باندې تمرکز فکری ولري، یا دا چې دوی د موبایل سره او د اینترنت سره ډیر نوي دي، یا این که همین دروس خودآموز چون دروس بین المللی است بدون شک همش به زبان انگلیسی است، با زبان انگلیسی مشکلات داره. از این خاطر که ما این را آسانتر بسازیم، باز ما صنوف خود را هم داریم که یک طریقه بسیار ویژه‌ای است. در صنوفی که ما داریم، در این صنوف از یک طرف همین کورس‌های خودآموز را ما با شما قدم به قدم پیش میبریم و از دیگر طرف 3 تن از اساتید براتان هم درس میدهد. این یکی از فعالیت‌های دیگری ماست که فعالیت دوم است. در پولی ازی فعالیت سوم و فعالیت بسیار ویژه ما این است که موږ د افغانستان په سطح تر ټولو سترې لوی آنلاین کتابخانه لرو چې دغه آنلاین کتابخانو کې تقریبا موږ سره تدریس 300 څخه زیات محصلین وصل دي. بیشتر از 300,000 محصل در کتابخانه‌های آنلاین با ما وصل است و در آن کتابخانه‌ها هر رقمی کتابی که شما داشته باشید شما صرف درخواست میکنید و بدون چون چرا همان کتاب به شما داده می شود. در پالوی ازی ما دارای کریر سنتر هستیم و باز فعالیت‌های دیگری هستیم. همکاران عزیز شما لطفاً اسلاید بعدی را بروید تا ما اسلاید پیش نروم. خوب است. خوب، بعد میایم که کدام کمیونیتی هاست و کورس ها را شما چگونه به دست آورده میتونین. از خاطر ما میخوایم که اسلاید ها را تفکیک کنیم. حالا میایم در باره همین پدیده کورس های خودآموز یا دروس آنلاین میخوایم یک چند همراهتان شریک بسازم. د کرونا په وخت کې زیاتره محصلین، زیاتره نه په خارج اروپا کې و غرب نړۍ کې په ټوله نړۍ کې پانتونونه مکتبونه هر څه بند شول. هیچ کس نمیتونست مکاتب یا پانتونها برود. همان وقت بود که همین دروس خودآموز و دروس آنلاین در هر جا اینها آغاز استفاده کردن از دروس آنلاین را آغاز کرد. مگر یک کلمه دروس آنلاین یک آنلاین نیست. اینها باز یک طریقه خاصی را به وجود آورد و او را نامید hybrid blended learning mode of studies. hybrid learning mode of studies اگر شما ببینید اینها تقریبا چندین طریقه های تدریسی را با یکی خود یک جا ساخته و این طریقه را به وجود آورده و این طریقه تا اندازه مفید است که همین حالا که کرونا نیست زیاتر در تمام پانتون های غرب یا دنیای خارجی از این طریقه استفاده میشه. این طریقه دارای دروس فیس تو فیس است، یعنی دروس روبروست که در اینجا دروس روبرو هم موجود است، یعنی شاگردا باز وقت به صنف میآید و باز وقت از صنف نمیاد، از خانه آنلاین میشود با صنف. درست از همین قسم استاد باز وقت به صنف میآید و باز وقت به صنف نمیاد، از خانه آنلاین میشود. ژوندۍ په لیک زده کړې دي. سلاید سر پښتو سم سره دری ترجمه میگم که دروس آنلاین است که براتون معلوماتش دادم. در پالیش ورچوال استادیز یا دروس مجازی که از طریق اینترنت و ویدیو و معلوماتی که در اینترنت هست از همانا استفاده میکند و اینها دروس خود را پیش میبرد و او د کامپیوتر و اینترنت پس میگه که بیت اشاره دا پورت درسونو داده. پس همین وقتی که دروس زنده برخط و دروس روبرو و دروس که از اینترنت و از یوتیوب مردم را یاد بگیرین همه چیزا را ما یک جا بسازیم، همین طریقه متدولوژی تدریسی را ما hybrid blended learning mode of studies میگیم که در ورچوال استادیز ما کورس‌های خودآموز را هم داخل ساخته میتونیم که کورس‌های خودآموز در آنجا هم میباشد. اسلاید بعدی. خب، بررسی دروس روبرو، زنده برخط و خودآموز. این دروس اصلا چی است؟ ببینید یک دروس روبرو ما داریم در افغانستان که کدام دروس که فعلا شما در کورس میروید یا پانتون میروید یا مکتب میروید، وقتی که شاگرد و استاد هر دویش روبرو میشود در صف میشیند، این را ما دروس روبرو میگیم. درست است؟ دروس زنده برخط که یک نفر چرا همین حال اگر ما به شما درس میدیم این را زنده برخط میگه که من آنلاین هستم و شما هم آنلاین هستین، با یکدیگه خود سخن زدن میتونیم. و یک دروس خودآموز است. خودآموز باز یک طریقه دیگری است. دروس خودآموز اگر تعریف دروس خودآموز را به شما بگویم که در وقت کرونا زیادتری از پانتون‌ها کورس‌های مهم خود را ریکارد کردند و همین ریکاردهای خود را در پلتفرم‌های بین المللی تدریسی
جابجا کردن و آنجا گذاشتن و هر کسی که در همین پلتفرم ها و لینک های همین کورس ها را داشته باشد می تواند که برود آنجا داخل بگیرد. همین کورس یا درسی که عموما آغاز می شود یا از طریق یک ویدیوی کوتاه یا پیام صوتی، زیاتر وقت ویدیویی می باشد و شاگرد دست داده می شود و بعد از او تمرینات می باشد که شاگرد باید همان تمرینات را پیش ببرد. شاگرد که همان تمرینات را پیش برد به شکل اتومات اینها چک میکند که تمرینات را به درستی پیش برده یا به درستی پیش نبرده. اگر به درستی پیش برده باشه باز با شاگرد اجازه داده میشه که درس 2 را پیش ببرد. همین قسم درس 3، همین قسم درس 4، 15 درس بگم درس اول دی ویدیو په شکل کې درسونه وي، درسونه تاسو لولئ، لغه نه وروسته تمرینونه وي. تمرینونه تاسو ځان سره حلوي که چېرته مو صحیح حل کړي و هغه په اتومات توګه چې کېږي. تاسو ته اجازه درکول کېږي چې دویم درس ته لاړ شئ، همداسې بیا تاسو ته اجازه درکول کېږي چې دریم درس ته لاړ شئ او همداسې کله چې درسونه ختم شي په اتومات توګه به شکل اتومات از شما امتحان گرفته میشه ولی تاسو څخه امتحان اخیستل کېږي او چې کله مو امتحان کامیاب کړ د نمرو فیصدی یالتوی چې اگر شما همین قدر نمرات را پوره کنید باز به شما سرتیفیکیت همین شروع می شود که چېرته هغه نمرې پوره کړئ بیا تاسو ته سرتیفیکیت هم درکول کېږي یا هغه درسونه دغه تمرینونه دوی له خپله په نمرو کې حسابوي خو از یک پلیتفرم له یوه پلیتفرم نه تر بل پلیتفرم پورې دا فرق لري. اوس نن سبا په دنیا کې زښت ته زیات داسې نړیواله تدریسي پلیتفرمونه موجود دي، پلیتفرم‌های مختلفی در دنیا موجود است، نام‌هایش بسیار زیاد است از و باز پنتون‌ها حتی برای خود همین دروس را ریکارد کرده گذاشته. تعداد ازی بسیار زیاد است و در هر یکی از این پلیتفرم‌ها باز به هزارها کورس‌ها موجود است و ما فعلا ما فکر می‌کنم با بیش از 100 پلیتفرم‌ها آشنایی داریم که در هر یکی از این پلیتفرم‌ها چې په هر یو دغه پلیتفرمونو کې په زرګونه کورسونه آتش ده چې هغه په مختلفو برخو کې دي. کورس‌ها که با ما که در هر بخش است، طب موجود است، زبان‌ها است، انجینری است، هر بخشی که شما بخواید همین کورس‌ها آنجا موجود است. دی همان تعریف کوچک یا که شما بفهمید که دروس خودآموز یعنی چی است. خوب بیاین این را بررسی میگیریم که دروس روبرو، دروس خودآموز و آنلاین با یکدیگر خود چی فرق داره. بیاین اول سخن از سهولت بزنیم. دروس خودآموز و دروس آنلاین نسبت به دروس روبرو در یادگیری و در فرهنگ ساختن سهولت بسیار زیاد را به وجود آورده. ببینید اگر شما یک کورس را میخوانید در هر جایی که باشه شما باید سفر کنید، خنک باشه گرمی باشد، باید وقتی که سفر میکنید میرین آنجا وقتی که باز درس داده میشه شما یا نوت میگیرین یا به درس گوش میگیرین. این یک مشکل دیگه است. اگر نوت میگیرین به درس گوش گرفتن نمیتونین، اگر درس گوش میگیرین نوت گرفتن نمیتونین. این بسیار سخت است. مگر دروس آنلاین قسم نیست. دروس آنلاین که کسی براتون درس میدهد یا اگر باز دروس خودآموز که از آنلاین کلا فرق داره، هم دروس آنلاین زیاتر وقت ریکارد شده میتونه و دروس خودآموز خودش ریکارد شده است، همیشه با شما موجود است. هر وقتی که بخواید شما میتونید صرف به اینترنت و به موبایل یا کامپیوتر دسترسی داشته باشین، در لپتاپتان باز میکنید دروس خود را میخوانید. مگر دروس روبرو باز قسم نیست، باید وقت معین باشه. وقت معین از پیشتان رفت سخن از شما خطا خورده دیگه. در یادگیری و در فرهنگ ساختن سهولت بسیار زیادی را نسبت به دروس روبرو با وجود آورده. باز دروس آنلاین و دروس خودآموز در یادگیری و فرهنگ ساختن هم فرق دارد. دروس آنلاین این جلسه آنلاین است، از پیشتان خطا خورد شاید میشه که ریکارد کنه و شما ریکاردش تعقیب کنید. مگر دروس آنلاین هم برای خود وقت داره، مگر دروس خودآموز باز وقت نداره. او دروس ریکارد شده است، در پلیتفرم ها موجود است. هر وقتی که شما بخواید نصف شب، 2 بجه شب، 2 بجه روز وقت خود را تعیین میکنید که یک نفر با دیسپلین باشید، عزم و اراده قوی داشته باشید که همین چیز را ما یاد میگیریم. شما میایید لپتاپ خود را باز میکنید و همان دروس را با خود یکی یک کرده پیش میبرید. دویم پایداری یا دلته مونږ تلپاتې لارې حل ورته وایو کنه، مصرف وخت و انرژي. دغه کوم خودآموز کورسونه چې دي په دې کې مصرف ازی بسیار کم است، مصرف انرژی ازی بسیار کم است. این پایداری زیاد دارد. یعنی اگر شما یک کورسی که مثلا شما دور باشه باید سفر کنید، این سفر یک نیست که از جیب شما پول می رود، وقتتان ضایع می شود. در موتری که مصرف میکنین تیل ضایع می شود، همان تیل سر محیط منفی، یعنی تیل کربن دی اکساید در وجود میاد، کربن دی اکساید سر محیط منفی اثر میکنه. وقتی که شما از خانه میبرین شما یک دیگر رقم فکر کنید، در همین دنیا به میلیاردها انسان زندگی میکند و هر انسان ما فکر میکنیم که روزانه از 2 کیلو گرفته تا 5 حتی تا 10 کیلو آشغال را به وجود می آورد و این آشغال هر رقم است. حالا فکر کنین که یک روز در دنیا چند کیلو آشغال به وجود می آید.
این دنیا خب خانه همه ماست، باید غم زیر بخوریم دیگه. یکی ناکامی دروس خودآموز هم است که هم استاد میرود هم شاگرد میرود و هر یکیش مصرف وقت خود را مصرف میکنه، انرژی را مصرف میکنه، به محیط هم تاوان میرساند و آنجا که باز کورسی که ساخته شده باز او کورس پرایم میدهد، اونجا هم بیروبار به وجود میاد، بالخصوص این مرضای ساری که به وجود آمده. دروس رو برو پیش بردن بسیار سخت شده. باز بیایم در دنیای امروزی ببینید مون دریم درجه هیوادونه ولی ویل ځکه مون ډیر شاته پاتیو. دلته زه یوه خبره تاسو ته کوم، دا به تاسو ته په ثبوت رسیدلی وي. نن دا خو تاسو په خپله په ویډیوګانو کې ګورئ، ربات‌ها را شاید شما دیده باشین که امروز در دنیای خارج تمام کمپانی‌ها و زیاتر کارهای خود را به ربات می‌دهد. ربات چون انسان هم چیز را می‌داند و همه چیز را کنترل می‌کند. یگانه چیزی که یک انسان را با ربات فرق میداد و این بود که ما نمیتونستیم که همان کارا را ما با ربات بدهیم به یک انسان بدهیم. حال همان پرده هم از بین رفته. ایلان ماسک چپای را به وجود آورده که او را میتونیم ما در دماغ یک انسان فت بسازیم و در همان چپ که همه چیز باشد همان انسان همان چیز است. همان انسان همان چیز را در دماغ خود داره، یا توسط همان چپ مغز همان انسان را ما به کامپیوتر وصل میسازیم و کامپیوتر خود پر از معلوماتی است. شاید در آینده قسم وقت بیاید که یک نفر هر چیز باشد، هیچ ضرورت به دست خواندن شاید نباشد. ما را سعی کنیم که تا حال از دروس خودآموز دور ماندیم. این را خب 100% براتون میگم که در سال آینده شاید همین پنتون‌ها و مکاتب خالی بنام بماند. کتابخانه‌ها شاید حضور داشته باشند مگر پنتون‌ها و مکاتب شاید زیادی از بین برود. تمام دروس به گونه خودآموز شود یا آنلاین شود یا از طریق همین چپا و این و آن باید صورت بگیرد. همین حالا هم اینها صرف انتظار میکشند که حکومت برایشان اجازه بده، یک راپورت میباشد تمام مضامین یک پنتون یا یک مکتب را درس میدهد. هیچ ضرورت به استاد نیست و به بهترین شیوه هم درس میدهد. دیگه بسیار مهم است که تمام ملت ما باید دست به دست شویم و باید با دنیای کنونی قدم برداریم. و یکی از خوبی های دیگری د خودآموز د کورسونو د آنلاین د درسونو یا بل تر ټوله لوی خوبی پیږي چیه ده؟ ما شما میفهمیم که در افغانستان که دروس داده میشه از قرنهای بسیار گذشته است. وقتی که شما سخن از دروس خودآموز میشنین، اینها دروس بین المللی است، اینها با استاندارد بین المللی است، اینها همیشه اپدیت میشود. چرا که شما در یک کورس خودآموز که در یک پلتفرم بین المللی داخله میگیرین، در همان کورس هزاران شاگردا از هزاران نقطه جهان داخله گرفتن. دیگه او آنجا که کدام مواد تدریسی می باشد، کم تدریسی مواد چه حالت وی هغه نړیوال استاندارد باندې کوم چې دا موږ ته ډیر مهم پوینټ راکوي او په بین المللي استاندارد تاسو ته زده کړئ کوي. یعنی دروس اپدیت شده می باشد. و دروس خودآموز نه که شما که وقتی در یک پلتفرم داخله میگیرین شما همان کورس را که هر یکی دلتان از او را پیش میبرین او را یاد میگیرین در پلی ازی شما با دنیای بیرونی وصل میشوید از طریق همین کورس خودآموز. میفهمین که در دنیای بیرونی دیگه چی جریان داره، کدام نوآوری هاست. چرا که در پلتفرم که شما ثبت نام کردین در یک کورس، در همونجا باز کورس‌های بسیار زیاد است. یک دریچه چون یک بحر تعلیمی به شما باز میشود. شما باز میتونید که چیزهای زیاد رو پیش ببرید. این یاد میگیرین که چگونه آنلاین درس بخوانید، چگونه دروس خودآموز رو پیش ببرید. چرا که دنیا خب به همین طرف روان است، تمام پنتون‌های جهان و همه کارها. و خب یکی از نقطه‌های منفی هم داره، تمرکز فکری، اینترنت، برق، سهولت‌ها و فضای مناسبی چیزایی است که در کورس‌های خودآموز بالخصوص در افغانستان این باز مشکلات را خلق کرده که تمرکز فکری ما نداریم. اینا ما قبلا در باز جا گفتم، باز دوستا از من خفه میشه، من همیشه میگم که تعلیم کول دا واقعا یو ډیر قوي ایمان غواړي، ډیر قوي عزم غواړي او دا د ضعیف خلک د نه خفه کیږي، مردم از من خفه نشود، بالخصوص از اشخاص بی غیرت توقع از این نداشته باشین که او یک چیز رو بیاموزن. چرا که ما که وقتی درس رو میخوانیم، کله چې موږ درس وایو موږ په دې پیګو موږ په ځان باندې ډېر قوي فشار راوړو، خپل ټول فوکس د خپل زړه ویني خو یو کونج کې کینو درس وایي، دا ساده کار نه ده، دا ډېر قوي. همین کاری که ما درس میخوانیم یک ایمان قوي کار داره، غیرت قوي کار داره، وجدان قوي کار داره. این هر کسی کار را کردن نمیتواند. این کار ساده ای نیست. درس خواندن خون دل خوردن است و این هر کس کردن نمیتونه. دیگه باز دروس خودآموز این چیز را واقعا کار داره. چون اگر یک دروسی روبرو باشه شاید شما به خاطر اندیوال اینو آن هم به کورس بروید، مگر در دروس خودآموز خود شما تنها با خود میشین دروس را میخوانید.
و در پولی ازی باز معلوم دار است که اینترنت و برق باید داشته باشین، فضای مناسب باید باشد. از همه چیز اینجا یک سوال از همتان دارم، باز در آخر خودتان جوابش پیدا کنین. ببینین دو قلم است، یک قلم را شما خودتان ساختین، یک قلم تاسو خپل جوړ کړی ده، بل قلم یو بل کمپانی جوړ کړی ده، یک قلم دیگر یک کمپانی دیگه جوړ کړه. ما اگر شما همین دو قلم رو بگیرم یک سال بعد همراهتان بیایم، قلمی را که شما ساختین و شما از هر دو قلم استفاده کردین، هم از قلمی که خودتان ساختین شما استفاده کردین و هم یک قلمی را که یک کمپانی دیگه ساخته چې بل کمپانی یا قلم جوړ کړی لغنه هم تاسو استفاده وکوله. زه یو کال وروسته تاسو ته راځم، له تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو ماته د دا دوه قلمونو خاصیت ماته راوښیئ چې کم قلم چه رقم ده. معلوم دار است که همان قلمی را که شما خودتان ساختین درباره از شما هیچگاه از یادتان نمی رود که همان قلم چگونه یک قلمی است، چرا که او را خودتان ساختین، او هیچگاه فراموش نمی شود. یا مثلا ما براتون میگم که خانه احمد در اینجاست و یک بار خودتان هم میرین خانه احمد. اگر ما که براتون آدرس میگم و آدرس بسیار به زودی به یادتان میره، مگر خودتان که تا خانه احمد یک بار بروید او آدرس باز زندگی از یادتان نمی رود. او تاسو لدن چه زده کړل؟ دروس خود آموز. این دروسی است که خود شما یاد میگیرید، این هیچگاه یادتان نمی رود. این خوبی بسیار فوق العاده است، چرا که خودتان یاد میگیرید این دروس را. و دروسی را که استاد در صنف براتون درس میدهد او را استاد درس میدهد، اگر از او استفاده نکنید او بسیار به زودی فراموش می شود. این یک خوبی فوق العاده دروس خود آموز است. خوب باز این به این معنا نیست که دروس روبرو دروس خوبی نیست، نه، دروس روبرو هم جلوه های از خود را دارد، مگر در افغانستان متاسفانه نه، چرا که نه در افغانستان لابراتوار خوب داریم، نه دروس با استاندارد بین المللی داریم. تمام دروس ما از قرن‌های گذشته است. در افغانستان بدون شک هر کسی که میخواهد در یک بحث داشته باشه ما حاضر هستیم. دروس خودآموز یا دروس آنلاین با بارها از دروس روبرو بهتر است، چرا که ما هیچ چیز نداریم. در دنیای خارجی اگر بگیم شاید بگیم که دروس روبرو خوب است که باز وقت دروس روبرو هم باشد، چرا باز تجربه ها باز چیزا که میشه ما با باز وسایل نیاز داریم که را باز به گونه آنلاین انجام دادن نمیتوانیم. دیگه نمیخوایم که در این بخش زیاد معلومات بدیم، صرف از خاطری که شما بفهمید که دروس خودآموز یعنی چی است، فتح‌هایش چی است و چگونه است. این اسلاید با شما آماده ساختم. اسلاید بعدی بروید لطفاً. خودآموز کورسونه نوملیکونه او سندلیکونه. راځو اوس د خودآموز کورسونو خدای ته نوملیکونه څنګه کیږي، چی شته موږ ضرورت لرو، به چی شما نیاز داریم و چگونه سرتیفیکیت‌های از این به دست آورده می شود. اول خو این است که در همین کورس‌هایی که ما داریم این در هر بخش است، هم در بخش طب است، هم انجینری است، هم زبان‌ها و پنورو، په ټولو بخشونو کې د کورسونه موږ سره شته. تاسو باید برېښنا، شما باید دارای برق باشین، اینترنت باشین، کامپیوتر یا موبایل و ایمیل آدرس را باید داشته باشین. همین چیزی است. اگر موبایل دارین، کامپیوتر یا موبایل یا کامپیوتر، برق و اینترنت، چرا که باید از همین طریقه شما همین درست را باشه و ایمیل آدرس باید داشته باشید. در کل اگر براتون طریقه ساده نامنویسی کورس‌های خودآموز را از زبان ما اگر میشنوید براتون میگم، خب باز بعداً ما به شما نشان میدیم که شما چگونه میتونید در همین کورس‌های خودآموز داخله بگیرید. عموما ما لینک ها را به شما در جاهای معین به نشر میرسانیم و اول اسم کورس نوشته می باشد، بعد لینکش می باشد. شما روی لینک کلیک میکنید، قبل از اینکه روی زیر کلیک کنید ما همین اعلانات رو که براتون به نشر میرسانیم. ما ایرا براتون به نشر میرسانم. من میتونم اسکرین خود را شریک بسازم. شما اگر اسکرین رو بند بسازید، ما در یکی گروپ های واتساپ میروم و دوستان میخوایم که نشان بدیم که چگونه اینها میتواند به همین کورس ها ثبت نام نماید. ما شیر اسکرین میروم، بله، تا دوستا عملا ببیند. خب دوستای عزیز، ما میایم به یکی از کمیونیتی ها در تلگرام. انشالله اسکرین موبایل مرا با خود دارید. بله دکتر صاحب، اسکرین شما رو ما با خود داریم. ما با ما میسازم. ببینین این صفحه عمومی پنتونی ماست، درست است. میایم به یکی از کمیونیتی ها، مثلا کمیونیتی مدیکال میاییم. در اینجا ما کورس‌های خودآموز طبی را به نشر میرسانیم. وقتی که ما به شما یک اعلانش به نشر میرسانیم، در دروس آنلاین یک چیز فکرتان باشه که در دروس روبرو شما همیشه سخن میزنین، پرسان میکنین، سوال دریافت میکنین، مگر در دروس آنلاین زیاتر وقت شما باید بخوانید. خواندن زیاد است. وقتی که ما یک اعلان را به نشر میرسانیم شما باید او را از اول تا به آخر را بخوانید. دیگه عموما اعلانات زیاد به نشر میرسد، از این خود تنگی نکنید که زیاترش. ما از این خاطر براتون میگم که دروس خودآموز حوصله و صبر کار داره.
این حوصله و صبر کار داشته باشه و باز همین شخصیت سازی هم از در اصل که شما از شنیدن و گفتن زیاد روی خواندن اگر تمرکز کنید شما میرسید. این ببینید کورس خودآموز است. کورس های مهم 100% رایگان آنلاین که توسط سازمان جهانی بهداشت WHO World Health Organization با سرتیفیکیت بین المللی ارائه شده. چگونه ثبت نام کنین؟ ببینید لینک چگونگی ثبت نام. اینجا لینک ویدیو است، روی ازی که کلیک کنین به شما ما اینجا ویدیو را نشر ساختیم که شما اینجا به شما نشان داده میشه که شما چگونه داخله بگیرید. وقتی که ما یک اعلان را بسم الله الرحمن الرحیم ببینید یکی از همکارای ماست، وقتی که ما یک اعلان کورس خودآموز را به نشر میرسونیم ما حتما اونجا لینک ویدیوی چگونگی داخله را به شما میمونیم که شما باید همان ویدیو را تعقیب کنین که در همان کورس چگونه داخله بگیرید. درست است؟ ما پس پشت سر میرم و خود کورس در کدام جای است؟ اینه Bloodstream Infection. این اسم کورس از دکتر صاحبان میفهمه که درباره چی است، درباره کدام میکروب خونی است یا چی رقم است. اینمی لینک راجستریشن است، روی ازی کلیک میکنید. این لینک راجستریشن همین کورس است. این همین کورس از طرف ارگانیزیشن بهداشتی بین المللی یا چی رقم شما را ترجمه میکنین. یعنی لدن معتبر کورس یا سرتیفیکیت تاسو له ارگانیزیشن راوړي پلاس په دغه د نړیوال روغتیايي ارگانیزیشن نه ده ورلد هیلث ارگانیزیشن ډیر معتبر ده. دلته چې تاسو کله غواړئ د ورته ویل شي چې enroll me for this course د باندې کلیک کوئ. دلته عموما له تاسو نه چای غواړي، ایمیل آدرس غواړي، پاسورد غواړي. از شما ایمیل آدرس می هر کورس عموما همین قسم می باشد. در کل ایمیل آدرس میخواد، پاسورد نه کریت نیو اکانت اول میزنین. افهم میخوایم وقتی که کریت نیو اکانت اول لاگین نمیزنین. درست است؟ ما باز میگم فرق نمیکنه که هر کورس باشد لینکش با شما به نشر میرسد و لینک ویدیو چگونگی اول او را کلیک میکنید، او را تعقیب میکنید، نوشته میکنید که باید این شود. بعد از میایین روی لینک راجستریشن کلیک میزنید. اینجا که آمدید اینجا حتما enroll me for this course روی ازی کلیک میکنید. باز اینجا پلاگین نمیایید، کریت نیو اکانت میزنید چرا که شما خو اکانت ندارید. اینجا اول به خپل نوم ورکوي، ایمیل آدرس به ورکوي، بیا به پاسورد ورکوي، پاسورد بیا تکراروي. عموما این در هر یکی همین قسم می باشد. وقتی که این همه چیزا را دادین با شما میگن که رجیستر فور اوپن WHO، این را کلیک میکنید و شما اکانت ساخته می شود. در اینجا باز به ایمیل آدرس شما یک ایمیل میآید. او اگر در این باکس نباشد در اسپم یا در یک فولدر دیگه ببینید همان آنجا می باشد. وقتی که او را پیدا کردید آنجا یک لینک می باشد، او را کلیک میکنین. او لینک را که کلیک کردین شما را مستقیما پس به همین پلتفرم تدریسی میآید. یک پلتفرم تدریسی است، در پهلوش خودش یک ارگانیزیشن بسیار کلان است به سطح دنیا، مگر این کورس های خود را همینجا با خود نشان میدهد. شما که دوباره به اینجا آمدین بعدا اینجا کلیک نزنین، دوباره یک بار پس بروید روی همین لینک کلیک کنید، روی همین لینک راجستریشن چرا با شما را دیگه طرف میبرد. دوباره که باز اینجا کلیک کنید شما را مستقیما به همین کورس میبرد و آنجا کلیک میزنید استارت و دروس خود را آغاز میکنید. اگر نشد سخنان ما زیادتان رفت، لینک ویدیو همیشه اینجا موجود میباشد در اعلانی که ما به نشر میرسانید. این را تعقیب میکنید. اگر اون نشد نتونستید کچې ته دوام نشو ویدیو مو ولیدله طریقه مو زده نشوه کلیک مو وکړ مخکې لاړی نشوئ نمیتونین داخله بگیرین، باز ما همیشه در آخر همین اعلان په دغه اعلان کې چې موږ تاسو په نشر رسولی ده د دې په آخر کې موږ همیشه د حل د مشکلاتو گروپ تاسو ته په نشر رسولی ده. برای حل مشکلات در بخش راجستریشن به گروپ زیل مراجعه کنید. دغه لینک باندې به کلیک وکړئ، دا به تاسو د حل د مشکلاتو گروپ ته راولي. دو گروپ ته چې کله راشئ تاسو به جوین شئ، دلته به خپل پوښتنه موږ ته شریک کړئ. مگر اینجا که کدام مشکلی که شما دارین او را به گونه اسکرین شات با ما شریک بسازید. اسکرین شات بگیرین بگوین که مثلا تا همینجا را رفتیم از اینجا با بعد پیش بردن نمیتونم، برای ما بگوید. اینجا همکاران ما با شما 100% رایگان کمک میکند، مشوره براتون میدهد که چی انجام بدید چی انجام ندهید. دیگه کورس های خودآموز است. طریقه کورس های خودآموز 70-80% عین چیز است. در روی هر لینکی شما کلیک کنید شما را میبرد و شما لطفا سلایدار دوباره شریک بسازید. شما را میبرد به همان پلتفرم. آنجا اسم، ایمیل آدرس، پاسورد داتور دسکاوری هغه مو چې انټر کړ، ایمیل درځي، ایمیل به پیدا کوئ یا به مو په سپام فولډر کې یا په ان باکس کې. شما لطفا سلایدار شریک بسازید. هغه ان باکس ته به ورځئ، کلیک به کوئ، بیرته به اصلي د خودآموز کورسونو صفحې ته راځئ، بیا هلته څه مه کوئ، بیرته لاړ شئ همغه اعلان ته دوباره په لینک باندې کلیک وکړئ، بیرته به همغه کورس تاسو ته خلاصیږي. اول ته به start now join now یو کلمه به همغه به وایي. عموما که قسمی که ما گفتم همین دروس عموما در آغاز توسط یک ویدیو یک درس به شما داده میشه، بعد از این تمرینات می باشد.
چې کچې ته هغه تمرینات تاسو حل کړئ او هغه صحیح مو حل کړی وي دغه حلونه هغه ویډیو کې وي چې ویډیو درس ته مو غوږ نیولی وي تمرینونه حل کولای شئ بیا تاسو ته په اتومات توګه اجازه درکړي چې دویم درس ته لاړ شئ همداسې دریم درس ته لاړ شئ سلاید بعدی خوب یک نروید اوس دلته ببینید از ما خب کورس‌های بسیار زیاد است کورس‌های طب است ده ها هزار کورس ما خود نمیتونیم این همه کورس‌ها را در یک جا به شما به نشر برسانیم دیگه از این خاطر ما برای هر بخش کمیونیتی طبی ساختیم کمیونیتی انجینری ساختیم کمیونیتی علوم سیاسی ساختیم کمیونیتی زبان‌ها ساختیم البته گروپ تلگرام و در واتساپ کمیونیتی برای ساختیم یعنی هر مثلا بخش طبی ما یک کمیونیتی واتساپ دارد یک گروپ تلگرام دارد و یک چنل تلگرام دارد شما اگر دکتر هستین باید در کمیونیتی طبی ما باشید در آنجا در هر ماه 4 الی 3 یا 2 کورس های بین المللی که چگونه ثبت نام میکنین لینکش و لینک گروپ حل مشکلات به شما به نشر میرسد شما میتونین از این استفاده کنین هر جایی که مشکل بود با ما مراجعه میکنین یک پوینت را با خود نوت بگیرید یک پوینت نوت کنید که زیاتر دغه پلتفرمونه لطفاً د سرتیفیکیت په بدل کې پیسې غواړي شما ور خطا نمیشین اینها در مقابل سرتیفیکیت ها ایده هایشان شما پول میخواین شما ور خطا نمیشین ما طریقی رایگانش یاد داریم شما کورس را مکمل کنید بعداً با ما بیایید ما سرتیفیکیت رایگان را به شما اهدا میکنیم از طریق همین خود پلتفرم چرا ما طریقی خاصی را داریم ما میفهمیم که سرتیفیکیت رایگان چگونه شما میتونید از همین مراجع به دست بیاورید دیگه او جای ور خطایی نیست اینا با خود نوت بگیرین که اذیت نره که شاید ببینین که پول میخواید والا اینها خو این قسم گفته بود یک سخن دومی زیاتر وقتی شما داخل همین پلتفرم ها میروین چون اینترنت افغانستان سکیور نیست و شما اعلانات بیرونی میآید روی اعلانات بیرونی کلیک نکنید که با شما را دیگه جای میبره ما که بار اول همین کورس ها را به نشر میرسانیم باز دوستا سر اعلانات کلیک میکرد باز آنها را خدا نخواسته با جای غلط میبرد باز آنها غلط فکر میکردن چون که اینترنت افغانستان سکیور نیست وقتی که وب سایت ها را شما باز میکنین اگر نوی موبایلتان هم درست نباشه یا نوی کامپیوترتان شاید باز هم نکند خیر از با ما در تماس شوید ما مشکل را حل میسازیم و سر اعلانات کلیک نکنید بسیار مهم است دیگه ما براتون گفتم که ما کمیونیتی انجینری طب تمام اسم های کمیونیتی ها براتون میگم هر یکی جدا ساختیم و کورس هر کمیونیتی را در همان جا به نشر میرسانیم این بسیار مهم است دستونزو د حل لپاره مونږ ویلې که چېرته تاسو داخله نشئ اخیستی د ستونزو د حل لپاره مونږ د حل د مشکلاتو ګروپ لرو هلته به سکرین شاټ اخلي مونږ ته به رالیږي راته به وایي چې دغلته اوس زه نشم کولی بیا مونږ تاسو سره مرسته کوو حوصله به کوئ انشاءالله ما همراهتان هستیم و قبلا گفتم قبلا هم ذکر کردم که فکری تمرکز حوصله او صبر کلک عزم او ایمان را بسیار مهم است برای پیش بردن چنین دروس اگر شما نداشته باشین این کار بسیار کار حوصله است نمیشه که شما حوصله تنگی کنید که والا نمیشه نیست 100% میشود شما ثبوت شدیدین یکی ویدیونی همین حال هزارها سرتیفیکیت با ما موجود است سامپل سرتیفیکیت را به شما ان شاء الله نشان میدیم بل سلاید تلار شي دا زمون هغه کمیونټیانی دي چې مونږ جوړی کړی دي دلته که چېرته وګورئ دغه اوله کمیونټي زمونږ د امر بالمعروف کمیونټي ده دلته خودآموزه کورسونه نشته که څوک په دې کې غواړي مونږ سره جوین شي دلته مونږ اسلامي سیمینارونه دایره وو اسلامي مسابقې لکه د حسن قرائت مسابقه و د مسابقه سیرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود مسابقه ادای کامل نماز بود و سمینارهای اسلامی اینجا دایر می شود و در مقابل سمینار ما حتما سرتیفیکیت میدیم این هر کمیونیتی را که شما اینجا میبینید اگر کمیونیتی طب است اگر انجینری است یا هر کمیونیتی است اینجا 3 فعالیت بزرگ صورت میگیره اول کورس های خودآموز همون کمیونیتی را ما به نشر میرسانیم اگر کمیونیتی از انجینری است کورس های خودآموز انجینری به نشر میرسد دوم کورس های خود ما که از یک طرف 3 اساتید دست میدهد و از دیگر طرف همین کورس های خودآموز است که ما همراهتان قدم به قدم پیش میبریم اعلاناتی از او به نشر میرسد و در پولی ازی سمینارهای فوق العاده از طرف اساتید فوق العاده که در بیرون از افغانستان زندگی میکند ما همیشه با اساتید عذر میکنیم که سمینارها دایر میکند که بزرگ اگر هم شما حاضر شوید ما از طرف خود به شما با سرتیفیکیت میدیم این 3 فعالیت در هر کمیونیتی مطابق همان کمیونیتی ما این را دایر میسازیم خوب همین اسم های کمیونیتی اینجا ببینید ما کمیونیتی زبان پشتو و زبان دری هم موجود است و دری در کمیونیتی اگر کسی در مابین شما باشه که از ادبیات دری و زبان پشتو فارغ شده باشه چون این کمیونیتی ها را ما جدیدا ساختیم ما به همکاران نیاز داریم لطفا با ما در تماس شوید که در بخش ارائه کردن سمینارها و باز فعالیت های علمی دیگر دست به دست بدهیم کمیونیتی بخش علوم سیاسی موجود است و همچنان
کمیونیتی زراعت هم زراعت و مالداری را که یک سمینار فوق العاده زیر نام سمارت اگریکالچر زراعت هوشمند در روزهای آینده در راه است از طرف دکتر صاحب محترم مجیب الرحمن اگه اسمش غلط نباشد. اینها دکترا را از مالزیا به دست آوردن و فعلا فکر میکنم استاد پنتون کابل هم است زیر نام زراعت هوشمند سمینار فوق العاده است. در آخر سمینار سرتیفیکیت داده می شود. کسایی که زراعت را خوانده باشد باید جوین شود، نه کسایی که در دیگر رشته باشد. اسلاید بعدی بیایید. این خب براتون گفتم که ما همین این کمپس را که ما آماده کردیم دیبریکنویز در مختلف څانګې کمیونیتی های مختلف را آماده کردیم و در این کمیونیتی ها سلاید بعدی هم شما بروید. په دې کمیونیتی ها کې بیا فکر مو اوسئ چې مونږ یو زموږ خپل تعلیمي کمیونیتی نه لکه یو پنتون چې ځان ته د انجینری ډپارټمنټ انجینری ډپارټمنټ زبان ها و ډپارټمنټ طب و ډپارټمنټ علوم سیاسی داره. عین قسم ما همین قسم با گونه الکترونیکی گروپ‌های واتساپ و گروپ‌های تلگرام را آماده ساختیم. ما بازی کمکی کمیونیتی‌های کمکی را هم داریم. او را بعداً براتون میگیریم. این فعالیت بسیار مهم است. گوره از پیگم در مابین ما شما زیاتر از خواهران و برادران ما یا زبان انگلیسی را یاد ندارد یا حوصله ندارد که همین کورس‌های خودآموز را به تنهایی پیش ببرد. از همین خاطر ما صنوف ویژه را ساختیم که ما همین کورس‌های خودآموز را از 1 تا 3 اساتید افغانی با کمک 1 الی 3 اساتید افغانی با شما درس میدهیم. همین کورس‌های خودآموز را شما اگر نمیتونید که کورس‌های خودآموز را دغه کټ نشي کولای چې د خودآموز کورسونه د خپل ځان سره مخ کې بوزي کوم چې وړیو دي سرټیفیکیټونه وړیو دي مونږ بیا خپل ټولګي جوړ کړی دي چې حالت لیاو نه تدریس استادان هم دغه خودآموز کورسونه اضافي مواد اضافی هم تدریس میشود. بس ما درس میدهد و شما میتونید همین سرتیفیکیت‌های بین المللی و در آخر یک سرتیفیکیت از طرف خود مجتمع ما هم به دست بیاورید با پیش بردن همین دروس. قسمی که ما گفتیم تمام فعالیت‌های ما تقریبا رایگان است مگر این فعالیت ما چون که اینجا اساتید است در پلی اساتید باید اسیستان باشه. ببینید همین یک جلسه را که ما دایر کردیم از چند یک ماه بدین طرف تقریبا 20-25 نفر ما اینجا زحمت کشیدیم و اینجا اساتید از همان اساتید از ما بکس‌های اینترنتی میخواهی که شما متحد باشین اساتید متحد باشه. ما اینجا عموما ماه 75 افغانی 100 افغانی 1.5 افغانی زیر نام پول تعهد پول میگیره و این فیس نیست. فیس را شما میدانید که اگر کورس آنلاین میخوانین اگر کورس حضور فیزیکی میخوانین از 500 نیک در 1000 از 1000 افغانی به بالا کسی کم فیس نمیگیره. ما اینجا 50 75 1.5 افغانی از زیاد ما نمیگیره و فکرتان باشه که اساتید ما اساتید فوق العاده هستند. چنین اساتید در افغانستان نیستند. مثلا در کورس‌های تاپ در کورس‌های فوق العاده زبان انگلیسی ما تافل در آنجا تمام اساتیدی که دست میداد افغانای خود ما شماست که در پنتون‌های خارجی استاد هستند. چون کوفاندر ما مثلا من اگر از من خواسته شود چرا نیاز به من نیست از من که در اساتید فوق العاده هستند آنجا دست میدهند. خودشون دکترا دارن ماستری دارن و اینجا از خاطری که ما رایگان دست میدهیم و خیر ما به مردم افغانستان میرسد اینها هم با ما کمک میشود و در همین صنوف فوق العاده دست میدهد. دیگه تمام اساتید ما که داریم همه ایشان اساتید خود افغانی ما هستند در خارج زندگی میکنن و همه ایشان فوق العاده هستند و اینجا که پول رو ما میگیریم این پول صرف تعهد است دیگه هیچ چیز نیست. چرا که قبل از این ما همین صنوف ما هم رایگان بود. مشکلی بود که در صنف ما 700 800 حتی 1300 نفر داخل میشد و وقتی که جلسه آنلاین گرفته میشد در اول بسیار بیروبار می بود در آخر یک نفر هم در جلسه حاضر نمیشد. تعهد نبود. نه حالی خوب از همین پول را که میگیریم همکاران ما هم تعهد میشد لینک و همه چیز را منظم آماده میکند و شما هم آماده میشید و این بار ما صنوف بسیار ویژه را به این بار کدام صنوفی که از شما اسلاید بعدی بروید فکر میکنم اسم های صنوف اینجا موجود است. همین تمام صنوف موجود است. صنوف از EBC آغاز شده تا لول ادوانس زبان انگلیسی را که اینترمدییت الیمنتری هم از صنوف است. یک صنف بسیار ویژه که یکی از برادرها برای من مسیج هم گذاشته بود ما تا مسیج هم کړای و ما ته صنف را وکړی چې آنلاین تجارت یا آنلاین بیزنسی ما اینجا small startup business ideas یک کورس فوق العاده است با یک سرتیفیکیت فوق العاده. سرتیفیکیتش به شما نشان میدیم که سرتیفیکیت بین المللی است. این کورس به شما نشان میده که شما چگونه میتونید تجارت کوچک را با پول کوچک آغاز کنید و سرتیفیکیتش بین المللی است و در اینجا همان کورس‌های بین المللی هم دست داده می شود. بسیار کورس فوق العاده است. همین قسم تمام کورس‌های دیگه اینجا فوق العاده است. صنف ناظره و تجوید هم موجود است. از بخش
دپارتمنت امر بالمعروف ما در بخش زبان انگلیسی تمام کورس ها موجود است. من فکر میکنم زبان جرمنی است، زبان فرانسوی فکر کنم نیست. در بخش فایننس هم صنوف ما داریم. تمام لینک های همین صنوف ان شاء الله باز ما براتون میگم که بعد از این جلسه ما کدام کارا را در گروه انجام میدهیم، او را باز در آخر صحبت میکنیم. بل سلاید تلاش شین. او زمونږ راتلونکي که در آینده در 2 یا 3 ماه آینده یا 1 ماه آینده ما همین 3 پروگرام‌های ویژه را آغاز می‌کنیم که باز اینجا دیپلم مکمل است. دیپلم در زبان انگلیسی را آغاز می‌کنیم، دیپلم در آیتی را آغاز می‌کنیم و یک دیپلم خاصی که در اینجا یک برادر یا خواهر افغانی ما اگه 30,000 افغانی هم بودجه داشته باشد باید از خانه بتواند تجارت خود را با کامیابی آغاز کند. همین سیومی است، دیپلما ان آنلاین بیزنسز اند تریدینگ. این را ما ان شاء الله آغاز میکنیم و فیس همین فیس 1.5 100 افغانی عزیز یک ما چیزی نمیگیریم. این اصلا فیس نیست، همون پول تعهد است و این هر دیپلم 2 ساله میباشد. تا 2 سال شما باید با ما درست را پیش ببرید. دیگه بالخصوص همین دیپلم سیومی برای ما بسیار مهم است. برای خود من هم شخصا آمادگی میگیرم و با بعضی اساتید دیگه هم در تماس هستم. دیپلم‌های اولیه الحمدلله تمام موادش و اساتید فوق العاده داریم، کسایی که با ما درس میخوانند آنها میفهمند که بخش زبان انگلیسی و کامپیوتر ما چقدر قوی هستند. اساتید قوی هستند که از یک طرف اساتید فوق العاده دارین، از دیگر طرف همین کورس‌های خودآموز را ما به شما درس میدیم که آنجا مواد و همه چیز به استاندارد بین المللی است. اسلاید بعدی بروید. خوب، این کمیونیتی های ما را که شما میبینید این کمکی است، درست است؟ مثلا گروه عمومی پانتون آزاد افغانستان است، گروه سمینار هاست و کتابخانه است و کریر سنتر. کریر سنتر ما یکی از گروه های فوق العاده ماست که آنجا وظایف، اسکالرشیپ ها، بورسیه ها و دوره های کارآموزی را ما به شما تنها ما به نشر نمیرسانیم. عادت ما این است که ما اول عملا به شما نشان میدهیم. مثلا من میخوایم باز هم اسکرین خود را شریک بسازم، شما لطفاً همین برای من اجازه بدهید. اولتر از همه ما باید به شما بیایم به کریر سنتر، فعالیت کریر سنتر را به شما تصویر بکشم. اگر شما کریر سنتر ما را ببینید، قسمی که من همیشه میگم ما عموما کوشش میکنیم که تمام کارهای خود را عملا انجام بدهیم. در اینجا تمام وظایف و کریر سنتر، خوب اینه کریر سنتر. اینجا ببینید تقریبا نزدیک به 16-17 هزار اشخاص با ماست. اینجا وقتی که ما بورسیه را به نشر میرسانیم، تمام لینک‌هاش اینجا به شما به نشر میرسانیم. اگر شما سوال داشته باشین که چگونه اپلای کنین، چگونه نمیتونین، همین قسم اسکرین شات ها را روان میکنین، ما با شما کمک میکنیم. و از ویدیوهایی که شما چگونه میتونین اپلای کنین، عین قسم اینجا هم به شما به نشر میرسد. این روز یکی از اسکالرشیپ های تازه از پانتون امریکا، امریکن یونیورسیتی آف افغانستان، ببینین ویدیوی چگونگی راجستریشن به زبان پشتو و دری آماده شده و شما شریک شده. یعنی ما عموما عملا و در پالوی ویدیو که شما ویدیو را تعقیب میکنین، لینکی که چگونه اپلای کنید به شما موجود است، لینک اپلای کردن، لینک ثبت نام. و اگر سوال داشته باشین همینجا جای به جای از ما سوال میکنین، ما به شما جواب میدهیم. در کدام جای مشکل داشته باشین عموما ما کمک رو عملی کمک میکنیم. درست است؟ این بسیار مهم بود به شما نشان بدهم. در پالوی ازی ما باید به شما گروه عمومی پانتون آزاد افغانستان اوپن ببینین. الحمدلله ما در گروه عمومی تقریبا بیش از 68,000 اعضا دار هستیم و زیاتر کورس ها و معلومات در اینجا همین چی بود، وبیناری بود که ما براتون گفتم، زیرک کرنه زراعت هوشمند. دا په 12 ورځو کې د زراعت په هغه کې دکتور صاحب زیاتره چې زراعت ویلي هغه به دکتور صاحب پیژني، دا هغه وړاندې کوي. دلته که تاسو وګورئ په دې ګروپ کې باید تاسو شتون ولرئ. دلته زموږ ټول صنفونه، زموږ ټول سیمینارونه، هر څه لینکونه دلته تاسو ته په نشر رسیږي. ببینید گرافیک دیزاین، با گرافیک دیزاین فوق العاده سیمینار برای شما میده که گرافیک دیزاین چی است. صنف گرافیک دیزاین ما هم دارستیم، یکی از صنوف ماست. وب پیج دیولپمنت این صنف هم موجود است. تمام چیزا اینجا به نشر میرسد. در پالوی ازی کتابخانه های ما، قسمی که ما وقتی که ما میگیم که ما همین قدر آزار داراستیم که خدا نخواسته کدام یکی شما فکر نکنین که اینها است. ببینین چقدر نفر است اینجا، 1 لک و تقریبا 65,000 اعضا در این گروه کتابخانه با ما موجود است که اینجا هر رقم کتاب در هر دقیقه به ده کتاب اینجا ما به نشر میرسانیم. تمام کتابات و همه چیز اینجا موجود است. یک گروه کتابخانه ما همین قسم. یک گروه دیگه ما هم داریم که اونجا تقریبا این گروه دومی نه همان گروه است. این گروه اولی، گروه دومی عین قسم است مگر لوگوی سرخ است.
درخواست این گروه دومی در اینجا تقریبا باز 73000 نفر است. دیگه قسمی که ما میگیم برای ما الحمدلله سر ما از 400,000 نفر هم زیاد اضافه است. باز هر بخش برای خود کمیونیتی داره. شما باید در همان کمیونیتی ببینید کمیونیتی بیزنس است، بیزنس ادمنستریشن. اینجا تمام کورس های تجارت آنلاین، مارکتینگ، دیجیتال مارکتینگ، همه چیزا و همه فعالیتاش اینجا با شما باز به نشر میرسد. این سمینار هم در همین روزاست، development of a private label brand، که شما چگونه یک برند شخصی را دیولپ کرده میتوانید. یعنی در همین حال تقریبا من فکر میکنم 20-25 دانه سمینارها در کمیونیتی ما در حالت جریان است. فعالیت های ما بسیار زیاد است. این من از خاطر با شما در اشتراک گذاشتم که وقتی شما میخواین با ما فعالیت خود را آغاز کنین به گونه یک شاگرد، لطفا راگمک نشوید، نگوین که مسیج زیاد میآید، چرا که فعالیت های ما زیاد است. شما کوشش کنین که در کمیونیتی های معین موجود باشید تا از مسیج های زیاد دور شوید. شما میتونید پاورپوینت اسلاید شریک بسازید، سرتیفیکیت ها را شریک بسازید تا که شما باز همان فعالیت ها را ترتیب کنین. چرا خود دیگر های کمیونیکیشن نیست، ما مجبور هستیم که زیاد مسیج بگذاریم. بالخصوص باز واتساپ یک مشکل داره که یک نفر در گروه تازه داخل شوه اون مسیج های قبلی را دیده نمیتواند. اگر پخوانی مسیج نشیدید مون مجبوری گو چې وته مسیجونه زیاد پیست و کپی کیدو تر تاسو پوښی چې غزمون گروپ د چی شي پاړوان ده د چی شي په باره کې موږ فعالیت کوو. تاسو کا کولای شئ سرتیفیکیټونه ځینې نړیوال سرتیفیکیټونه دوستانو سره شریک کړئ چې دوی لږ زره تشویق شي. و فعلا اگر شما ببینید این همه سرتیفیکیت های شاگردان خود ما هستند که اینها به دست آوردن. ده هایشان کورس های خودآموز را خودشان پیش بردن. زینو در خودآموز از کورسونه د خپل ځان سره مخ کی ببینید یا زینو به زمون په صنفونو کې داخل شوی دي، لوی خو استادانو درس ورکړی د لبل خو د کورسونه مخ کی ویلي، په اخر کې هم نړیوال سرتیفیکیټ ترلاسه کړی او هم د موږ لپاره سرتیفیکیټ ترلاسه کړی دی چې د موږ سره دلته درس ویلی ده. دغه دریم بیلدر، دغه همین کورس که ما براتون گفتم how to start small businesses startup ideas اگر غلط نباشم، دا کورس دا اوس په جریان کې داخلی از این جریان دارد. این سرتیفیکیت از همان کورس است. ببینید این کورس پس پشت سر بروید یا پیش رو بروید دریم بیلدر. این سرتیفیکیت یک سرتیفیکیت بین المللی سیر ما نمیتیم. این از همان پلتفرم بین المللی که ما سر شما همان کورس را پیش میبریم، شما او را میخوانید و این نتیجه تان است. یا خبره په ذهن کې ونیسئ چې سرتیفیکیت یو خالی ورقه ده. کچیرته تاسو زحمت وستی بیا چون مذکری بی هغه ورق اعتبار لري. اگر شما زحمت نکشیده باشین، یک چیز را یاد نگرفته باشین، موضوع ورق به اعتبار است، در بخور نیست. اینجا ما این سرتیفیکیت های بین المللی از خاطر پیش رو گفتیم که شما تشویق شوین. در اصل ارمان ما این است که شما یک چیز یاد بگیرید و که یاد گرفته باشین سرتیفیکیت داشته باشین باز عالی است. مگر اگر یاد نگرفته باشین سرتیفیکیت باز در بخور نیست، و اگر از بهترین پانتون دنیا هم به شما داده باشد. پس این سرتیفیکیت رو ببینید. همین قسم سرتیفیکیت های دیگه شما لطفاً بعضی از سامپل های سرتیفیکیت ها را ببینید. سرتیفیکیت از پانتون کالیفرنیا است در بخش TOEFL IBT تست پرپریشن. این سرتیفیکیت رو شاگردای TOEFL IBT تست پرپریشن ما به دست می آورند. اسلاید بعدی. و این سرتیفیکیت رو ببینید. دیجیتال مارکتینگ یکی از اعضای بسیار قبلی ما بانو بسمه فقیری، اینها با ما اعضای فوق العاده بود، بسیار زحمت ها را هم با ما کشیده. این سرتیفیکیت رو ببینید از کدام جای به دست آوردن. این از خود گوگل است. اگر غلط از گوگل کدام معتبر سرتیفیکیت کسی به دست آورده میتواند و رایگان. این کورس حال هم رایگان است. دیجیتال مارکتینگ این که چگونه داخله گرفته میشه، لینکش هم تمامش ما در یک وقت به نشر رسانده بودیم، مالی دوباره سرش آغاز میکنیم. بعداً پیش بروید. این سرتیفیکیت از یونیتار است. ما فکر میکنیم که این مربوط به سرتیفیکیت طبی خواد باشد اگر من غلط نباشم. ببینید همش ارگانیزیشن های بین المللی سرتیفیکیت اصلا از یون است. من فکر میکنم مربوط به علوم سیاسی میشود و این هم همکار ما بود که همین سرتیفیکیت را به دست آورده. پیش بروید. این هم سرتیفیکیت بین المللی است. من نمیفهمم از کدام مجلس Introduction to Fundraising. جلو بروید. از گریت لرنینگ یک پلتفرم بسیار مشهور بیچی است. جلو بروید. این صرف بعضی سامپل هاشون از با ما اوپن لرن. این از پانتون چی است؟ اوپن یونیورسیتی که در لندن است. این از آن پانتون. از این پانتون هم کورس های بسیار زیادش با ما است که خود کورس و سرتیفیکیتش رایگان از زبان ها است و کورس های زیاد هم موجود است. جلو بروید. این سرتیفیکیت رو شما ببینید. این از ایدونکس است اگر من غلط نباشم، از پلتفرم ایدونکس است. او سرتیفیکیت در پولیش که است با مسیج او هم از یک انستیتوت صلح امریکا بود. این کورس ها هم تمامش با ما فعلا هم موجود است. جلو بروید. این سرتیفیکیت ها هم شما دیده می توانید.
یعنی همیشه اینها جلو بروید، صرف دوستای اینها را یک بار ببیند. پس شما میتونید همین سرتیفیکت ها را به دست بیاورید. هدفتان باید این سرتیفیکت را ببینید. این را همین روزا شاگردای پروژکت منیجمنت به ما به دست آورد از یک پلتفرم بین المللی است. صنف پروژکت منیجمنت رو به ختم شدن است. این سرتیفیکتش است که اینها همان مراجع معتبر بین المللی به دست آوردن. پس دوستان عزیز، در این وقت صرف زحمت اگر سر خود بکشیم، تعلیم تا اندازه زیاد در تمام دنیا تقریبا رایگان است، مگر این است که ما باید خود ما دیسپلین داشته باشیم و زحمت بکشیم. حالا سخنان خود را اگر خلاص به شما بسازم، سخنان خلاص این است که ما در داخل کمیونیتی خود یک پانتون الکترونیکی را آماده ساختیم که ما باز به هر دیپارتمنت گروپ ها هم یک گروپ واتساپ و هم یک گروپ تلگرام آماده کردیم. اگر شما انجینر هستین در گروپ های انجینری با ما باشید، اگر دکتر هستین در گروپ های دکتری باشین. خوب، یک دکتر یک انجینر، یک دکتر نمیتونه در گروپ انجینری باشد و انجینر نمیتونه در گروپ دکتری باشد، مگر یک دکتر یک انجینر هر دویش میتونه که در گروپ بزنس باشد، چرا که هر یکیش میخواد که تجارت را بیاموزد و کاروبار شخصی را آغاز کنند. میتونه در کمیونیتی ارشادات اسلامی ما باشد، الحمدلله همه ما مسلمان هستیم، میخوایم یک چیز در اسلام بدانیم. میتونیم در کمیونیتی زبان ها باشد که زبان های مختلف را یاد بگیرد. این یک سخن مهم است که از مسیج های زیاد آمدن این آن خودداری کنید. و قسمی که گفتیم هر دیپارتمنت ما سمینارها داره، کورس های خودآموز داره و کورس های خود از طرف مجتمع پنتون آزاد افغانستان. همین کورس های خود از مجتمع پنتون آزاد افغانستان یکی از فعالیت های ویژه ماست که از همه قدم معتبرتر و فوق‌العاده تر است، چرا که از یک طرف کورس‌های خودآموز را در این کورس‌ها ما دست میدیم و از دیگر طرف از یک الی 3 اساتید فوق‌العاده خود افغانی ما شما که در خارج هستند، آنها با ما همکاری میشن و به شما دست میدهند. و فعلا تقریبا در همین کورس‌ها 17 کورس داخلیش جریان دارد، لینک‌هاش را با شما شریک می‌سازیم. حالا سخن مهم این است که چگونه اینقدر معلومات زیاد را ما با شما در یک گروه شریک بسازیم. این کمتون سخت است خاطر است که باز زیادتر وقت از ناله های شما بیرون می شود که برای ما مسیج ها زیاد آمد، مسیج ها از ما گم می شود. قسم می کنیم که مسئولیت همین گروه را ما به هد تمام صنوف خود واگذار می کنیم. آنها در آغاز لینک های تمام صنوف را با شما شریک می سازد در حسن که شما می خواهید در همین صنوفی که از یک طرف اساتید درس می دهد و از دیگر طرف کورس های خودآموز است، در مقابل همان پول اندک 50 افغانی و 1.5 افغانی داخل است. اگر شما داخله می گیریم، روی لینک کلیک می کنید، دو لینک براتون نشر می شود که یک لینک از تمام کورس های زبان هاست و دیگر لینک از تمام کورس های دیگر که در کورس های دیگر کورس های بخش تجاری ماست، کورس های بخش کامپیوتر است و کورس های پروفشنال دیگه موجود است، در آنجا موجود می باشد. این را صبح همراهتان شریک می کند. بعد از او با شما یا صبح یا دیگر صبحش تمام لینک های کمیونیتی های ما با شما شریک می شود. تمام کمیونیتی ها، از کمیونیتی انجینری، طب، از کتابخانه ها، از کریر سنتر، از همه چیز. شما قسمی نکنید که شما در همگی داخل شوید. این بسیار مهم است در دروس آنلاین که وقت شما پیش میبرین. ما ببینید چند بار تا به حال گفتم تا سملات روز سودا ویلی که تمرکز فکری بسیار مهم است. تمرکز فکری نه یودا مطلب نه چې تکل درس وای ته باید فکری تمرکز ولري. دیگه مطلب دا هم چې تاسو باید یو رشته تعقیب کړئ، یک رشته را تعقیب کنید. در همین روزایی که از بانوان بود، دکتر صاحب بود، ما چون انجینر هستم، ما سمینار فوق العاده درباره بیم داشتیم. اگر کسی انجینر باشه و میشناسه، بیلدینگ انفورمیشن مدلینگ، یک تکنولوژی جدیدی است که در بیرون از افغانستان بسیار مشهور است. در افغانستان هم کمتون عالم مردم درباره‌اش آگاهی دارد. دیگه اینجا دیدیم که یک دکتر صاحب داخل شده و آنها هم در ما خیر از در جریان سمینار خونه دیدم در سرتیفیکیت ها داخل شده. میگم من سرتیفیکیت بدید برای خود دکتر و این کورس خاص انجینری را که شما یا سمینار خاص انجینری را شما با ما پیش بردنی خودش در با خود به شما نیست. دیگه از این خاطر کوشش کنید که یک مسلک را با خود انتخاب کنید و در همان مسلک با ما بمانید. ما از مجتمع های یا پنتون های آنلاین این و آن نیستیم که امروز هستیم صبح نیستیم. ارمان ما بسیار بزرگ است. زمون ارمان داده چې موږ شکل په افغانستان کې لومړنی وړیا ولسی پانتون د افغانستان د پرانیستي پانتون تر نامه لاندې په پښو درو او پیل وکړو. ما حال هم آماده هستیم، مگر این اصلا گناه حکومت امروزی نیست، عین از قبلی
چنین مسوده در تحصیلات عالی موجود نیست که اجازه به فعالیت‌های پانتونی آنلاین بدهند. اگرچه 100% آنلاین هم نیست، چرا که من قبلا گفتم پرانیست پانتونی مون 150% آنلاین و 80% مخامخ ذکری داریم. یعنی مون به حضور فیزیکی افغانستان که ولرو کوم استادان که افغانستان کې نه یو بل افغانستان بیرون لکه چنین مون سره وړیا کومک کوي درس باور کوي او کوم چې افغانستان کې وي برازي مخامخ بس درسونه ورکوي. دا زمونږ ارمان ده. خو د افغانستان طرحی طبق قوانین موجوده تحصیلات عالی وزارت افغانستان این است که اینها صرف با پانتون‌هایی که از فکر میکنم تا 10% یا 5% آنلاین باشد اجازه فعالیت میدهد، از او زیاد نمیدهد و طرح ما تقریبا 40% آنلاین و 60% دروس روبرو داره است. خب ان شاء الله وقتی که خدا خواسته باشد روی ما را کسی گرفتن نمیتواند و باز همیشه که میگه زور مردم زور خداوند متعال است. این خداوند متعال خودش در قرآن کریم فرموده که تا یک قوم خودش نخواهد که تغییر کند کسی او را تغییر داده نمیتواند. ان شاء الله اگر ما خواهان تغییر شویم حتما تغییر به وجود میاد و بازی روشنایی است. روی روشنایی را هیچ کس بسته کردن نمیتواند. ان شاء الله افغانستان هم میخواهد که ترقی کند، هر فرد افغانستان میخواهد و درباره تحصیلات و تعلیمات گفتم که چیزی که فعلا در افغانستان جریان دارد این تعلیمات بسیار عقب مانده است. ما باید جوانان داشته باشیم که در یک دستش، یعنی وقتی که ما کلمه گوی شدیم ما باید در این دنیا و در آن دنیا کامیاب باشیم و به خاطر کامیابی ما باید در یک دست ما قرآن کریم تمام علومی از اسلامی باشد و در دیگر دست ما تمام تکنولوژی باشد تا ما بتوانیم در این دنیا و در آن دنیا کامیاب شویم. و این را باید داشته باشیم که بدون تعلیم و تعلیمات اسلامی هیچ کامیابی نیست. اگر آسمان هم برسیم قسمی که اینها رسیدن، اینها تو فکر میکنن که تمام دنیا رو اینها کنترل کردن و همه چیز به دست آورد، مگر ما میفهمیم که ان شاء الله در آن دنیا که و ابد از کامیاب ما هستیم. باید ناامید هیچگاه نشویم. ما که کلمه را خواندیم ما کامیاب شدیم. ما کامیاب هستیم، خوب باید زحمت بکشیم، کامیابی خود را ادامه بدهیم. باید ما خود را ناکام نسازیم. خداوند ما را کامیاب آفریده و این شکرانه را ما هیچگاه در زندگی خود ادا کردن نمیتونیم که ما خداوند ما را به والدین کلمه گوی عطا کرده، در یک مملکت کلمه گوی ما به وجود آمدیم. خداوند همه ما شما را طاقت استطاعت بدهد. سخنان خدا را که خلاصه بسازم، همین سخنان آخری ما که تمام در آغاز بعد از این جلسه تمام لینک های اولا کورس هایی که از یک طرف اساتید محترم درس میدهد و از دیگر طرف کورس های خودآموز است و آنجا شما باید 50 افغانی و 75 افغانی و ما فکر میکنم آل 75 افغانی ما میگیریم، اینها فکر میکنم 50% تخفیف اعلان کرده. 75 را که 50 تقسیم 2 کنید چند میمونه؟ 35 افغانی ماهوار. دیگه او را خو ان شاء الله هر یکیتان پرداخت کردن میتونین، چرا که او پول تعهد است. اگه او پول نباشد باز کسی متعهد نمیماند. این روز است این صبح باز داخل نمیشد و تمام فعالیت ما باز به جا می رود. دیگه در همان صنوف کسی که میخواهید که همین کورس‌های خودآموز را بدون جنجال با ما پیش ببرید که ما در هر دقیقه با شما همکاری کنیم و اساتید مواد اضافی هم به شما تدریس کند و در آخر هم سرتیفیکیت بین‌المللی و هم سرتیفیکیت از طرف ما داشته باشین، در کورس‌ها داخل میگیرین با ما. و اگر میخواین که نه همین کورس‌های خودآموز که 100% رایگان است را خودتان پیش میبرین، پس براتون نشان دادم که لینک چگونگی ویدیو، لینک ثبت نام کورس و لینک گروه حل مشکلات با شما در اعلانات در کمیونیتی ها شریک می شود. لینک کمیونیتی را صبح ان شاء الله یا دیگه صبح تمام لینک کمیونیتی های خود را با شما شریک می‌سازیم که در آنجا باز لینک کتابخانه ها و لینک چینل عمومی پانتونی آزاد افغانستان هم می باشد. پس قسمی که گفتم در فعالیت های آنلاین خواندن زیاد است، گوش گرفتن و سوال کردن زیاد نمی باشد. وقتی که اعلان به نشر میرسد از اول تا با خود به درستی بخوانید. اگر مشکل داشته باشین لینک حل مشکل هر جا با شما شریک می شود، آنجا میایید توسط اسکرین شات شریک میسازیم که ببینین من همین مشکل رو دارم. همون ویدیو را که ما در گروه شریک ساخته بودیم همینطور دیدیم که یکی از دوستان ما از ولایت بغلان است، از کدام جای میگه ویدیو را خودم از یاد من رفت، تقریبا الحمدلله 17 سرتیفیکیت را به دست آورده بود، 17 کورس را اینها پیش برده بود. شما یقین کنین که من اینجا که به سطح دکترا هم درس خوانیم، باز وقت که من میخوایم که در یک وظیفه یک مشکل رخ میدهد، باز خود کسی که به ما وظیفه داده باشه دفاتر بین‌المللی آنها خودش همین لینک‌های کورس‌های خودآموز را به ما روان میکنه، میگه که همین کورس‌ها را بخوانید، این به وظیفه‌تان مهم است. یعنی اینجا زیاتر مردم خصوصا کسی که وظیفه دار باشه کورس‌ها با آنها بسیار خوب است، چرا که هر وقت داشته باشین میتونین کلیک کنین و کورس‌ها را با خود پیش ببرین. فکر میکنم کمتون وقت داریم، اگر شما حوصله داشته باشین و کسی سوال دارد میتونیم که یک نه خیر از 3-4 سوال را جواب داده میتونیم، مشکلی نیست. اگر کسی میخواهد سوال کند دست خود را بالا کنید، ان شاء الله مایک را به شما باز میکنیم.
خب سوال اول رو میگیریم از اکانت به نام ولید تکر. مایک ورته خلاص کړئ چې خپله پوښتنه وپوښتي. مایک شما باز است، میتونید سوالتون شریک بسازید. یعنی به شما چانس داده شده مایکتان باز کنین بعدش سوالتان شریک بسازید. سلام علیکم د ګروپ ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې. ژوندي اوسئ. سوال مې دغه و چې وخت ډېر ونه نیسم چې تاسو دغو کورسو آنلاین کورسو لپاره انګلیسي څومره مهمه ده او په کوم لیول کې د انګلیسي باید سړی وي تر څو موږ هماغه آمادګي ورته ونیسو د موږ نفرو سره مطابق د موږ چې انګلیسي زده ده ورسره شریک کړو. مننه ټکر صاحب. ښه پوښتنه مې وکړه. ګورئ که چېرته مو مطلب تنها د خودآموز کورسونه کې اگه مطلب شما کورس‌های خودآموز باشه او کورس‌های بین‌المللی است. هغه بین‌المللی نړیوال کورسونه دي خو انګلیسي درسته مکمل غواړي. مګر دلته یو خبره ده که چېرته تاسو خپله غواړئ چې انګلیسي زده کړئ ځکه په دغو کورسونو کې موږ سره انګلیسي هم شته ده. اگر شما میخواهید که انگلیسی را یاد بگیرین کورس‌هایی که از EBC آغاز شده یک استاد انگلیسی همین کورس‌ها را به شما از EBC درس میدهد. زبان را هیچگاه ببینید ما در افغانستان واقعا بسیار عقب ماندیم. زبان را هیچگاه یک مانع دست خواندن نسازید. اول یک زبان را که شما میخواهید یاد بگیرین از هر کسی که پرسان میکنین بهترین شیوه یاد گرفتن یک زبان در خود همان زبان است. یعنی دغه کومه طریقه چې په کابل کې موږ ته درس ورکول کېږي چې انګلیسي ژبه موږ ته په پښتو په دري کې درس ورکول کېږي دا غلطه ده مکمل. این بسیار شیوه غلط است. ببینید شما حتما والدینتان، کاکاهایتان یا از اعضای فامیلتان مسافرین موضوعیت دارین در خارج مسافر شدن آمدن. خود شما شاید در سالها هم کوشش کنین که در افغانستان انگلیسی یا یک زبان خارجی رو یاد بگیرید مگر یاد گرفتن نمیتونید. مگر اعضای فامیلتان که اینجا آمده اگر در اعضای فامیل شما کهنسال هم باشد آنها بسیار به زودی همان زبان را یاد میگیرد از همان مملکت. چرا که او در همان مملکت که است همان زبان را در خود همان زبان یاد میگیرد. نو دا نړیوال کورسونه ټول په انګلیسي ژبه دي. همین کورس‌های بین‌المللی به زبان انگلیسی است. اگر شما با زبان انگلیسی زیاد مشکل دارین ما طریقه دومی راه حلش به شما نشان دادم. همین کورس‌های خود ما که از یک طرف اساتید افغانی درس میدهد و از دیگر طرف کورس‌های خودآموز است. شما باز میتونین همین کورس‌ها را با ما پیش ببرید. چرا که اساتید افغانی معلوم دار است که به زبان دری و پشتو به شما درس میدهد و کورس‌های خودآموز به زبان انگلیسی است. او را به شما ترجمه میکند، آسان میسازد و همراهتان پیش میبرد. دیگه بازی طریقه حلش هست. خود در کل اینها همیشون به زبان انگلیسی هستند. سوال بعدی او یو خبر از اضافه کنم باز کورس های طبی به زبان دری و پشتو هم موجود است. World Health Organization، UN و یونیسف باز کورس هایشان ما دیدیم او باز به زبان پشتو و دری هم موجود است. لینک های از ما ان شاء الله شریک میسازیم. خود اتو نمیکنیم پیش ما خود ده ها هزار کورس هست که از 1000 کورس لینکش در یک روز شریک بسازیم. ما ان شاء الله هر هفته ماهی 2 الی 3 بار لینک کورس ویدیویی چگونگی داخله او د حل د مشکلاتو د ګروپ لینکونه تاسو سره شریکو. تاسو کوشش کوئ داخله پکې واخلئ ویډیو تعقیب کړئ نشو کولای اسکرین شات حل د مشکلاتو ترازی موږ سره شریکوي موږ ته وایي چې داسې کوي او که غواړئ چې یو شی ډېر پروفیشنل زده کړئ او هغه کورس موږ سره د موږ د کورسونو په لست کې و بیا ښه ده چې له موږ سره هماغه مخکې بوځئ ځکه بیا هلته 2-3 فوق‌العاده افغان استادان هم تاسو سره مرسته کوي. مننه. راځو بلې پوښتنې ته. ډېر مننه ډاکټر صاحب. سوال بعدی را از اکانت به نام احمد تمیم سنجای میگیریم. شما میتونین مایکتان را باز کنین و سوالتان شریک بسازین. سلام خدمت شما دکتر صاحب و خدمت همه شنونده ها. ممنونتون که چنین فرصت مساعد ساختین. سوال خاص ما در ارتباط به این بود جناب دکتر صاحب در بخش سایکولوژی روانشناسی اینا میتونیم که در کمیونیتی های خود تب جوین شویم یا بعضی کمیونیتی دیگه ویژه خود روانشناسی هم شما ایجاد میکنیم؟ مختار که من یک روانشناس هستم در حوزه روانشناسی فعالیت دارم میگم که بیشتر بیاموزم. من صرف سوال من مقدار بود. ممنونتون. تشکر دکتر محترم. دکتر محترم در کمیونیتی تب جوین میشین. در روزهای آینده ما سمینار فوق العاده در یکی از زیر یکی از عناوین مربوط سایکولوژی از دکتر صاحب عظیمی را دارستیم. ان شاء الله دکتر صاحب عظیمی نامش غلط نگرفته باشم دکتر صاحب بسیار مشهور است در بخش سایکولوژی
من فکر میکنم در چندین روز آینده بانو فهیم اگر موجود است آنها میتواند که معلومات بدهد که سمینار چی وقت است. خود در کمیونیتی تب جوین شوید. کورساش هم ان شاء الله به نشر میرسد، چی امروز چی یک یا یک و نیم ماه یا 15 روز بعد را ما در نظر میگیریم و سمینارها همیشه در هر یک یا دو ماه یک سمینار ما در بخش سایکولوژی داشته میباشیم. و این بار از دکتر صاحب محترم عظیمی، یک از دکتر صاحب بسیار مشهور در عرصه سایکولوژی در افغانستان است. تشکر از شما. خوب، سوال دیگر؟ سال بعدی را از اکانت به نام احساس خب از اکانت به نام حجت الله عرفان میگیریم. عرفان صاحب اورو. السلام علیکم. په لومړی قدم کې ستاسو نه ډیره مننه کوم چې داسې تعلیمي خدمات د کړیدلي ولس ته تاسې وړاندې کوئ. کور مو ودان. پوښتنه مې ډاکټر صاحب دا ده چې د دغو کورسونو یا د دغو آموزشي پروګرامونو دغه معیار څه شی ده، واجد شرایط څه شی دي. دلته اوس زه وینم عامه تام خلکو ګډون کړی ده. که داسې شي چې هغه مزاحمت جوړ نه شي او هغه حقدار ته وسپارل شي دا به ډېر ښه وي. که تاسو داسې یو معیار او هغه شرایط ورته وټاکي دا به ډېر ښه شي. مننه. عرفان صاحب باید دا وایم ګوره یو خو زموږ خپل کورسونه دي کوم چې موږ ویل چې درې استادان دي او بیا خودآموزه کورسونه موږ هم درس ورکوو. هلته معلومه خبره ده چې مثلا که زموږ انګلیسي کورسونه ته یا پروفیشنل کورسونو ته داخلېږي له تاسو نه یو امتحان اخیستل کېږي. حداقل پوښتنه کېږي چې څومره مو ویلي دي، څومره مو نه دي ویلي، چای مو زده دي، چای مو نه دي زده. و یک همین کورس‌های خودآموز است. در اینجا باید ما با خود صادق باشیم و این امکان هم نداره که یک شاگرد مکتب یک کورس خودآموز پروفشنال را پیش ببرد. او خودش پیش برده نمیتواند. او امکان نداره. دیگه ما کورس ها را متهم به نشر میرسانیم. اینجا ما باید وقت خود را ضایع نکنیم. چرا داخل ما وقتی میشاره وکوله چې ګورئ زه به څنګه وای کواده د ډوډۍ مفته ده، نس خو دیمون ده، که چې تازه شیان بخورو خو بیا خو نس خرابیږي. این که همه چیز رایگان است مگر خود را باید گم نسازیم، آینده خود را خراب نسازیم که به هر چیز دست بیاندازیم. باید یک رشته را انتخاب کنیم، در همان رشته تمام کورس‌های مربوط همان رشته که به نشر میرسد خود ما آن را پیش ببریم و باز ببینیم که کدام کورس را ما پیش برده میتونیم یا نمیتوانیم. ما عموما موږ شروع کړی دا چې دغه کورسونه هر کورس ابتدایي لیول څخه پیل کړو، که هغه د انګلیسي ژبې دي، که هغه طبي کورسونه دي، که نور دي چې موږ هغه کوم چې ابتدایي لیول کې هماغه په نشر ورسوو. نو تاسو به خپل لیاقت او خپل ځان ته ګورئ. کورس کې به اخلي او دا ان شاء الله د حقوري خبره ځنې کوي چې دا کورسونه په میلیونونو شاګردان د ټول نړۍ څخه د تداخله ځان داخلوي وایي هغوی خو زیاتره پیسې ورکوي ځکه د وړیا طریقه نه ده زده، لکه څنګه چې مو ویلې ځینې د دوی د سرټیفیکیټ په مقابل کې پیسې غواړي، مګر موږ ته طریقه زده ده چې څنګه تاسو ته وړیا وکړو. او تاسو سرټیفیکیټونه ولیدل دا ټول وړیا دي، موږ تاسو ته وړیا کوو او بیا تاسو کولای شئ خپل سرټیفیکیټ ترلاسه کړئ. نو مهم دا ده چې تاسو خپل لاره پیدا کړئ. موږ صرف تاسو ته په نشر رسوو او عموما بیا دا کورسونه په خپل ډسکرپشن کې لیکي چې تاسو باید څه مخکې ویلي څه مو نه ویلي. او زه یقین دارم که اگر کسی یک چیزی را نخوانده باشه یک کورس صدفتا پیش میبره باز او را یاد گرفتن نمیتونه. وقتی که یاد گرفتن نتونست هر درس در پالویش تمرینات دارد. ما ګوره دا خبره وکوله چې دا خودآموزه کورسونه داسې دي چې هر درس نه وروسته تمرینات وي. هغه تمرینات که چېرته چا په صحیح توګه حل کړل هغه ته د دویم درس اجازه ورکول کېږي. اگر تمرینات هر کسی به گونه درست حل کرد او اجازه درس دوم را میگیرد. اگر حل نتونست او باز اجازه درس دوم را نمیگیرد. او چې حل دې نکړل مطلب نشي کولای، مطلب ستا پخوانی علم یا څه مو چې زده کړي دي هغه کم دي. نو ان شاء الله دا خپل دوی هغه خپل هر پلیټفارم چې ده هغه ځان ته پارامترز لري او هغوی خپل تاسو کنټرولوي ان شاء الله. مننه. ډېر مننه ډاکټر صاحب. دغه برخه کې یو موضوع زه هم غواړم شریکه کړم چې کوم صنفونو کې چې به موږ تدریس کوو، زموږ چې لنډمهاله صنفونه دي شارټ کورسز، هلته تاسو نه که د انګلیسي ژبې صنفونه شي امتحان اخیستل کېږي، که مسلکي صنفونه شي تاسو نه اسناد غوښتل کېږي. یعنې موږ ګورو چې تاسو هغه صنف سره برابر یاستئ که نه یاستئ، تاسو نه ټول معلومات اخیستل کېږي. بعد د دې نه چې موږ مطمئن شو چې تاسو دا صنف مخکې وړلی شئ، هغې نه بعد تاسو داخله ورکړه او تاسو به یې کولی شئ چې ثبت نام وکړئ. هغې نه مخکې یعنې هر څوک چې وغواړي زموږ په صنف کې ثبت نام نشي کولی. اول یې سطحه معلومیږي، هغې نه بعد به د صنف مربوط معلومات شریکېږي، هغې نه بعد به تاسو ثبت نام کوئ. نو زموږ صنفونو دپاره حتما اول ستاسو سطحه معلومیږي، هغې نه بعد تاسو ثبت نام کوئ.
این نکات مهم است. من عموما زیادتر از هموطنان ما چرا که بار اول از با کورس‌های با دست خواندن آنلاین با خودآموز خود بیخی آشنایی ندارد، خوب است از خاطری که دلسیا نشوید بیاین خیر در کورس‌های ما 50 افغانی 1.5 افغانی 75 افغانی قدر نیست. فیس اصلی را شما میدانید که از 1000 و 1500 و 500 افغانی همیشه شما بالا میگیرد. همینجا داخله بگیرید 2 یا 3 اساتید فوق‌العاده افغانی است، همکاران ماست و کورس‌های خودآموز است. این را همگی ما با شما پیش میبریم که شما طریقش یاد گرفتین، باز بعد از اون میتوانید که خودتان هم پیش ببرید دیگه. من فکر میکنم میره از همین خاطر ما وجود هم آوردیم که نمیتونستین و ایره خو و در اولی خدمتم قسمی که قبلا گفتم رایگان بود، شاگردا است، کسی که از دوره‌های اولی با ما است، مگر آنجا هر شخص سر کوچه درسم داخل میشد چرا که ما فیس نمیگرفتیم و کنترل کردن سخت بود، لینک های گروپ های باز بود. از این خاطر از خاطر کنترل و تعهد کم و پول را به وجود آوردیم تا همه چیز منظم شود. خب میتونیم یک دو سوال دیگر رو بگیریم، بعد از اون ان شاء الله قسمی که گفته شد طبق وعده به شما اول تمام لینک های صنوف خود ما به نشر میرسد، بعد از اون لینک های کمیونیتی به نشر میرسد. در کمیونیتی باز که شما داخل شوید بالخصوص اولیت را به تلگرام بدهید. شما دیدین که گروپ 1000 نفری واتساپ ما به خاطر همین جلسه که ساخته شده بود امروز از بین رفت. واتساپ بسیار غیر قابل اعتبار است، از این خاطر ما تمام همین کمیونیتی ها را هم در واتساپ ساختیم هم در تلگرام. در تلگرام آنجا فعالیت ها منظم موجود می باشد، همیشه چک میکنید، سوال جواب از طریق حل مشکلات، چگونگی داخل گرفتن از طریق ویدیو را میبینید و پیش میبرید. روزو بل پختنه تک څوک پختنه لري. بل سوال د پیر محمد نبی ساتنه اخلو. تاسو مایک خلاصول شي، غنه بعد به خپل پختنه شریکول شي. سلامونه لیکنه مدیر صاحب تاسو ته او د ټولو غړو ته. سلامونه اورئ؟ آواز ما روزی رو خپلتان داد نور آوازونه زیات روزی ته کني ځان یو کنج تک چې ستا आवाज راشي. ډیر زیات وبخښه مدیر صاحب، ما د خپل د بي سي اس باره کې معلومات غوښتل چې مال تاسو د کمپیوټر په بخش کې د کمپیوټر ساينس بخش کې کم پلانونه لري او کم درسونه تاسو وړاندې کوي شاګردانو ته، همدې باره کې ما غوښتل وضاحت ورکړئ. مننه. راګوره یو خو د کمپیوټر ساينس په باره کې موږ خپل ډیپلوم دی آی ټي په لار اچو چې هغه به زموږ له طرفه زموږ استادان به وي او د خودآموز کورسونه به وي. بیا په خودآموز کورسونه کې تر ټولو زیات کورسونه از همه د کورس‌های زیاد و طویل مدت در بخش آی تی با ماست. ما بود کمپ ها داریم، شما شاید بشناسین بود کمپ. خود ما خب بخش کامپیوتر ساینس نخوندیم که تقریبا 18 ماه هست. اتلس میاشتې دوام کوي. یو دغه سرټیفیکیټ له تاسو ته د بین المللي کمپنیانو له طرفه درکول کیږي، چون همین کمپنی CISIS یا کدام از همین تلفن‌ها و نتورکینگ در افغانستان هم اینها سرمایه گذاری زیاد کرده، از طرف همین کمپنی به شما داده میشه و یک بود کمپ 18 ماهه می باشد. در بخش کامپیوتر ساینس کورس های زیاد خودآموزی موجود است. شما صرف در کمیونیتی کامپیوتر ساینس جوین میشوید، همونجا میمانید، شما میبینید که ان شاء الله در هر ماه و شما کورس های متعدد به نشر میرسد. فعلا آغاز ما از کورس های بیسیکس آف کامپیوتر کردیم. او کورس ها تیار به نشر رسیده که یعنی کامپیوتر چی است، ویندوز، بعد از او باز برنامه‌های دیگر و ان شاء الله برنامه‌های مربوط همه کدینگ، اگر جاوا، سی پلاس پلاس همه موجود است. چرا که میفهمین که برنامه‌های کامپیوتر ساینس از همه اصلا برنامه‌های کامپیوتر یا کامپیوتر ساینس ایره که اثر حضوری نخوانید خوب است. چرا که اگر حضوری میخوانید، ما هم خواندیم، نه شما اگر نوت میگیرید استاد را تعقیب کردن نمیکنید، اگر استاد را تعقیب میکنید نوت گرفتن نمیتونید. این درست همیشه خوب است که بگونی ویدیویی با شما موجود باشد و او را آهسته بشنوید، استاپ کنید، بس بشنوید، پس استاپ کنید تا او را به درستی تعقیب کنید. دیگه کورس‌های خودآموز بخش کامپیوتر ساینس بسیار زیاد با ما موجود است، بی اندازه. خب یک سوال دیگر هم گرفته میتوانیم. خب به حیث آخرین سوال چانس میتیم به آقای محمد طارق. شما میتونین مایکتان باز کنید. سلامونه او نیکی هیلې ډاکټر صاحب محترم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. ډاکټر صاحب محترم زما سوال راځي د انجینرۍ بخش په اړه دی چې په دغه بخش کې تاسو سره
د انجینرۍ بخش کې کوم سرټیفیکټونه تاسو کوئ او د دې څخه علاوه تاسو سره د وایي چې تاسو نو د ډیزاین په سافټویرونو کې نو په دې اړه لږ معلومات راکړئ. مننه انجینر صاحب. انجینر صاحب زموږ د انجینري کمیونټي نوې په فعالیت باندې پیل کړی. ما مخکې تاسو ته ویلي چې موږ د بیم بلډینګ انفارمیشن ماډلینګ یو سیمینار تیر شوی، د دویم سیمینار هم زه له خپله ارائه کوم. د دې ترڅنګ که د فکر کړی وي موږ په سټرکچرل انجینرینګ ډیزاین کې نن سبا د کمپیوټیشنل انجینرینګ او اپټیمل انجینرینګ تر نامه لاندې زیات بعضې د انټرفیس کوډینګ له طریقه موږ ډېر ښه کولی شو چې اپټیمل ډیزاینونه ولرو او خودآموزه کورسونه هم ځکه زیات موږ سره موجود دي. ځینې د برنامو په اړوند دي او ځینې بیا په ډېرو مختلفو بخشونو کې موجود دي. نو بغې کې د موږ فعالیتونه شته. تاسو مهرباني وکړئ عمل ته وصل شئ. انشاءالله که راتلونکي کې خدای وشوه کولی چې موږ د دغه کمیونیټي له لارې موږ عموما ما که سیمینارها زیاتر وقت دایر میسازیم، ما از اعضا میخواهیم که در مقابل سرتیفیکت چقدر که میتواند در کمیونیتی های ما آزار اضافه کند. چرا که ما از اول گفتیم ما حرکت مردمی هستیم. وقتی که شما آزار در گروپ های ما اضافه میکنین، در همین اعضا ما شاگرد و اساتید را پیدا میکنیم و هر کمیونیتی را که ما ساختیم ارمان ما چی است؟ یک خیلی که همین کورس های خودآموز را با شما به گونه عملی کمک کنیم که داخله بگیرین، بخوانید، یاد بگیرین و سرتیفیکت های رایگانی بین‌المللی را به دست بیاورید. دوم، کورس های کوتاه مدت خود ما که ما درس میدهیم و همین کورس های خودآموز را پیش میبرید. سوم، همین سمینارهای فوق العاده که ما اساتید فوق العاده را از خود افغانی ما را از هر جا جمع آوری میکنیم، برش عذر میکنیم که آنها بیاید در یک مسئله که در افغانستان جدید باشد یا معلومات نباشد سمینار را ارائه کند. و فعالیت دیگه‌اش این است که ما می‌خوایم تجارب یکدیگر خود را با یکدیگر شریک بسازیم. باز در بخش انجینری ما حتی پلان دارم که یک سمینار فوق‌العاده را درباره از اینکه شما چگونه بتوانید به خاطر ماستری و دکترا با پانتون‌هایی که در بیرون از افغانستان است اپلای کنین، چگونه یک ریسرچ پروپوزال به خاطر ماستری و به خاطر دکترا نوشته کنید و چگونه بورسیه‌ها را به دست بیاورید. اگر بورسیه پانتون‌هایی که بسیار با پول اندک هستند با اونا چگونه ارتباط قائم کنید. و بالخصوص این روزه شما میفهمید مثلا ما در روزهای گذشته از یک پروگرام ماستری کانستراکشن منیجمنت وید بیم، ببینین این دیگه همان سطح بالایی یا بالایی باید نگویم، البته از نگاه تکنولوژی که ادوانس ترین سطح در بخش استراکچرال انجینیرینگ دیزاین یا کانستراکشن منیجمنت یا کانستراکشن انجینیرینگ است. همین پروگرام شما یقین کنین یک پروگرام یک ساله با $2000 یک پانتون ایتالیایی 100% آنلاین او را آماده ساخته و فیسش هم $2000 است. با سرتیفیکت هم همین دیپلم ماستری از 2 پانتون معتبر ایتالیا به شما داده می شود. کانستراکشن منیجمنت وید بیم. همین قسم چانس های بسیار خوب موجود دارد. چانس های بسیار خوب است و ما می‌خوایم که از طریق سمینارها همین تجارب و همین چیزها را با شما شریک بسازیم و اگر خدا بتواند که اساتید با ما زیاد شود ان شاءالله بزرگترین فرصت. چرا که من همین حالم در جرمنی با حکومت اینجا ما در تماس هستم. همین فعالیت‌های کنونی ما زیر اکادمی اینجا برای ما اجازه فعالیت داده شده، مگر ما می‌خوایم که را زیر اینستیتوت مسلکی راجستر کنیم که باز ما ان شاءالله تعالی همین باز دیپلم‌های مسلکی خود را در بخش انجینری و این و آن که ما می‌دیم که راجستر جرمنی باشد. دیگه کار روان است که ان شاءالله پروگرام‌های 2 ساله در هر بخش داشته باشیم و بعد از ان شاءالله سخن به خود پانتون میاد و همه همین قسم که فعلا ما پیش میبریم تا 95% رایگان و همین ارمان ماست. از همین خاطر همه شما را جمع ساختیم و دست به دست میدهیم تا بتونیم که همین طرح پانتون آزاد افغانستان را عملی بسازیم. تشکر. خب من فکر میکنم من قدر سوال بس است، چرا که اینجا در جرمنی نماز شام رو به قضا شدن است. اگر سوالات دیگه داشته باشین گروپ حل مشکلات در هر جا شریک می شود، لینک تمام کمیونیتی با شما شریک می شود. در اول لینک تمام صنوف، بعدا لینک تمام کمیونیتی های ما در گروپ ها با ما شریک می شود و این هیچگاه زیاد نبرید که همین کورس های خودآموز و سرتیفیکیت 100% رایگان است. اگر شما کمتون درس را بخوانید اینها اعلانات را روان میکند که قدر پول بدید که سرتیفیکیت به شما بدیم یا این کنید یا کنید، آنها را مکمل در نظر نگیرید. درست یا همان کورس را که ختم کردین نوبت سرتیفیکیت که رسید با ما در تماس میشین. ما ان شاء الله سرتیفیکیت رایگان را از خود همان مرجع طریقه شیاد داریم و شما رایش نشان میدیم و شما سرتیفیکیت رایگان را ان شاء الله به دست میآورید
مهم این است که یک چیز را شما یاد گرفته باشین و تشکر از اینکه با ما اینجا بودید. مایک را به گوینده محترم واگذار می‌سازم. از ما و شما خداحافظ. جهان سپاس از محضر گرانقدر جناب دکتر حامدالله افغان، مؤسس محترم پانتون آزاد افغانستان، بابت ارائه سمینار مهم و ارزشمند شما. یک دنیا قدردان می باشم و تشکر بسیار زیاد از اینکه وقت گرانبهایشان را در اختیار ما گذاشتند. عزیزان من، همگان می دانیم تا کوه سختی ها و اندوه شوربختی ها نباشد، انسان نمی تواند پله های خوشبختی را بسازد. هدف از برگزاری همچون سمینارها ارتقای تحصیلی شما عزیزان هست، معلومات در مورد بهترین منابع بین المللی تا به دست آوردن بهترین و سرتیفیکت های بین المللی می باشد. جهان سپاس از همه همکاران عزیز، محصلین گرانقدر و همچنان اساتید بزرگواری که در جلسه با ما حضور داشتند تشکر می کنم. وقت گرانبهای خود را در اختیار ما گذاشتین. یک دنیا سپاس. صمیمانه ترین احترامات را نثار شما عزیزان می کنم. شب همه تان بخیر، در پناه الله باشید. تشکر.